خیلی از اول بگم از هر جا که دوست داری. از بچگی از دوران از روز اولی که مداد دیدم من خیلی مثلا دل پیرو رو شبیه خودش می‌کشیدم. چه دل پیرو؟ آخه اون خیلی خوب کشیده. رونالدو خیلی بد میشد. انیمیشن بیشتر آرامش رو من میاد. به اون جهت که تو میتونستی یه دنیای آرومی برای خودت بسازی و خودت توش زندگی کنی، قوانینش رو تو تعیین می‌کردی. الان احتمالاً هر چی بسازم تو دی میسازم. خیلی هم برام جذابه دیگه. الان راحت شده برام. اجتماع خیلی آدمو صبوری رو می‌خواد. انیمیشن ساختن مثل اونه که تو یه جوک تعریف کنی یا مردم 2 سال 3 سال بعد بهش بخونن. یه مدت کلاسای طراحی پیش استادای ایرانی میرفتم و خوبم بودن، اما واقعیت اینه که نفستو بند می‌آوردن، انقدر قوانین محدود کننده خودشون رو داشتن. There are no rules just tools. هر چیزی داری یاد میگیری قانون نیست، ابزاره. من فکر میکنم هر آرتیستی تقریبا روزی یه بار ناامید میشه، هفته‌ای هم یه بار به این فکر کنه که این چه کاری داره میکنه، سالی یه بار هم میگه من دیگه این کارو ادامه نمیدم. ترجیح میدم 50 سالم باشه، فقیر باشم، ولی این حسرت باهام نباشه. یعنی برم انیمیشن بخونم ولی بی‌پول باشم، اما حسرت نخورم چون برمیگردم. من بزرگترین مانع ترسام و این باور نکردن خودم بود و خیلی پوستم کنده شد که از پس خودم بر بیام و آره خودت فکر میکنم همیشه بزرگترین مانع خود. من درس میدم و اینکه بتونم یاد بگیرم. تو هنر مهمترین چیز یاد گرفتن اصول اولیه است. من تا حالا به این فکر نکردم خودم هایجه پرت کنم چون احساس میکنم این که گرد زدم نشد این فقط چه دارد بکنم مثلا برم من در هایجه پرت کنم خیلی کار بچه پس کار اصلا توصیه نمیکنم. من تهدید نمیبینمش. من بیشتر به عنوان آدمی که کار مستقل میکنه و دوست داره کار خودش رو بسازه اتفاقا یه فرصته، چون اینطوری شرکت‌های تبلیغاتی دست از سر آرتیستا بر ایده های مسخره خودشون رو میدن AI میسازه براشون. برای مغزتون هم به نظرم باید یه رژیم درست داشته باشین که هر چیزی واردش نشه و چه چیزایی واردش بشه. مهارت رو کسب می‌کنی ولی نمی‌دونی باهاش چیکار کنی. من چیزی که تو آرتیستا زیاد می‌بینم و ویست میشه همینه. طرف فوق‌العاده طراحی خیلی خوبی داره ولی کانتنتی که باش محتوایی که باش تولید می‌کنه یا چیزی که می‌سازه هیچ حسی تو ایجاد نمی‌کنه. من از اوناییم که میگن نباید مواجهت کنی. من فقط وقتی آبو قطع کنن از این وقتی از محیطی که توش رشد کردی خارج میشی به نظرم کشته میشی. مرز من فرهنگ میدونم، انگار که من ماهی این دریا. آب و قطع نکنم دوستان آب و قطع یه هنرمند خوب هست. خب سابسکرایب بکنید، لایک بذارید، لایک مثلا میتونید لایک رو بذارید. لایکو چیکار می‌کنم؟ میزنم. لایکو میزنم. فشارش لایکو بگم میزنم. هرچی نه فشار. لایکو فشار میدید. سلام مخاطبین دیجیتال، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سهیل صدیقی هستم. تو قسمت هفتم دیجیتال در خدمت یه مهمون بسیار ویژه هستیم، کسی که خودم خیلی دوست داشتم داستان رشدش و داستان شخصی خودش رو در رابطه با مسیری که طی کرده تا اینجا رسیده اطلاعات داشته باشم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتش هستیم. اما قبلش من یه توضیحی در رابطه با کانال دیجیتال بدم، چنل دیجیتال تو یوتیوب. ما اینجا داستان افراد موفق و افرادی که مؤلف هستن، افرادی که استاد هستن توی حرفه خودشون رو به اشتراک میذاریم باشون. خیلی خوشحال میشم که اگر چنل یوتیوب دیجیتال رو ندارید حتما سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و برای ما کامنت بذارید. کلا حمایت کنید دیگه. خیلی این برای من مهمه که این قضیه حمایت بشه، چون به من انرژی و امید این رو میده که کارهای بهتری انجام بدم. در واقع میشه گفتش که یه جورایی وقت بیشتری بذارم، تلاش بیشتری بکنم تا بتونیم برنامه بهتری رو بسازیم. در خدمت سهراب کیوانمرز عزیز هستیم، انیمیشن ساز مستقل و مدرس انیمیشن. سهراب سلام. خیلی خوشوقتم. منم خیلی خوشحالم. شما یه سلام از حسین پای مخاطبین داشته. سلام به همه. خیلی خوشحالم در خدمتتونم و خیلی خوشحالم که تو جمع شما همیشه میدیدم. خیلی بامزه بود و دوست داشتم که بیام با هم صحبت. مرسی که وقت گذاشتی و اومدی و قراره که یه مصاحبه خیلی باحالی رو با هم بگیریم. یه بیوگرافی تو از خودت من بگو. از کجا شروع کردی؟ رشته تحصیلی چیه؟ من مثل همه از بچگی طراحی و نقاشی میکردم ولی فکر نمی‌کردم خیلی کیس خاصی باشم. یعنی مثل همه خیلی نقاشی دوست داشتم که نقاشی میکردم
ولی از یه جایی خیلی از اول بگم از هر جا که دوست داری، از بچگی میشه از دوران از روز اولی که مداد دیدم. آره خب تاثیر داره. من خودم مثلا بچگی یه تعلم کردم ولی همیشه دنبال نقاشی کردن، کپی کردن، مثلا پرسپکتیو خیلی دوست داشتم. از همون بچگی عاشق پرسپکتیو بودم. ساختن عکس‌ها مثلا توی بعد مختلف با یه لنز خیلی وای، اینو چیزا خیلی دوست داشتم. مثلا واقعا تاثیر داره تو شکل‌گیری در شغل، تو شکل‌گیری آینده. شما هم اینو داشتید؟ آره منم داشتم، ولی اون موقع که انجامش میدادم از این جهت میگم که خیلی ممکن تجربهش کنم و فکر نکنن چیز خاصی باشه. منم اون موقع مثلا گوشه دفترم انیمیشن می‌کشیدم، از این آدمک‌ها و از این کارا می‌کردم. به نظرم خب مثلا عادی بود دیگه، ولی الان می‌بینم که چه جالب مثلا اون موقع پس ذوقشو داشتم. اما همیشه خیلی نقاشی می‌کردم، طراحی می‌کردم. رفتم دبیرستان و تو دبیرستان یه دوستی، من خیلی مثلا دل پیرو رو شبیه خودش می‌کشیدم، مثلا فوتبالیستا رو. چه دل پیرو؟ آخه اون خیلی خوب کشیدم. رونالدو رو نداشته. رونالدو خیلی بد میشد. اون موقع مجله بود دنیای ورزش، از اون می‌کشید. هیچ وقت رونالدو چند بار کشیدش نشد، ولی دل پیرو خیلی خوشگل شد. بعد اینو بردم دبیرستان که مثلا بگم من خیلی نقاشم. بعد دیدم که یه پسره هست تو دبیرستانمون اسمش شهروز بود، کاریکاتور می‌کشید و خیلی باحال. من اصلا تا حالا کاریکاتور ندیده بودم. بعد من هی دل پیرومو نشون می‌دادم، اون کاریکاتور میشه، همه کاریکاتورهای اون رو دوست داشتن. بعد دیدم یه دنیایی هست و کم کم خیلی برام انیمیشن جالب شد و سعی کردم که اون مسیر رو دنبال کنم. ولی رشتم ریاضی بود و بهم گفتن در کنارش برو مثلا کار هنری. آره معماری هم هنر داره دیگه. منم رفتم معماری توی دانشگاهی تو قزوین قبول شدم، ولی وسطای درس خوندن معماری بود که فهمیدم، مطمئن شدم که من دوست دارم انیمیشن بسازم، دوست دارم ساختمون بسازم. و خب دیگه اون درس رو تا نصفه خوندم و بعد رفتم سربازی و کنکور دادم و رتبه‌ام تو کنکور خوب شد. بعد گفتم که می‌خواستم برم نقاشی بخونم. بعد دیدم خب میتونم سینما هم بزنم دیگه. بعد سینما رو زدم، چون سینما بعد رتبه بالام شد، قبول شد. بعد سینما که قبول شدم 1 سال خوندم، احساس کردم که تو انیمیشن چیزی که خیلی ما ضعف خواهیم داشت در آینده خود یاد گرفتن سینماست. چون ولی مثلا طراحی و نقاشی اینا رو خودم میتونم کار کنم، تا اون موقع خیلی کار کرده بودم. ولی این یاد گرفتن فن سینما و ادبیات سینما رو نیاز دارم برم دانشگاه و با آدمایی باشم که مجبورم کنن اینو یاد بگیرم و اونجوری دیگه سینما رو ادامه دادم تو دانشگاه سینما تئاتر، دانشگاه هنر. و بعدش هم احساس کردم باز مشکلی که تو انیمیشن بهش برخورد خورد فیلمنامه‌نویسیه. از اونجا گرایش فیلمنامه‌نویسی انتخاب کردم و فیلمنامه‌نویسی خوندم. پس شما اینجوری با رشته CG آشنا شدی که خودت احساس کردی که باید بری به سمت انیمیشن. چی در انیمیشن بدون نگاه کردن؟ اون موقع ها نمیدونستم، یعنی اولی الان مثلا که تجربه‌ام بالاتر رفته و وقتم واسه انیمیشن بیشتر میذارم، احساس میکنم که این که میتونی یه سری چیزایی که تو ذهنت رو زنده کنی، تخیلاتت رو زنده کنی، این برام خیلی جذابه که بتونم کار بکنم. یعنی یه تفریح لذت بخش دیگه. تو میتونی قصت رو نقاشی که می‌کشی و حرکت بدی، دنیایی که دوست داری رو اونجوری که دوست داری خلقش کنی و این خیلی مثلا کلا این چیزی که در واقعیت وجود نداره و تو خلقش می‌کنی خیلی لذت بخشه. آره یه سرگرمی خیلی لذت بخشه. مشوق‌ها و انگیزه‌های تو چی بودن توی این مسیر که تایید کردی؟ توی همون اول کار است. مشوق، ترسا، نگرانی، اضطراب، از چی؟ تنهایی و خشم. این همش تمام مشکلات زندگی. فکر میکنم که الان به اینطوری نگاه میکنم که هر مشکلاتی که تو زندگی داشتم، احتمالاً همه بچه‌هایی که تو خاورمیانه بزرگ میشن این مشکلات رو دارن، به خاطر نوع فرهنگی که داریم و اینا. خیلی بچه پرور نیست، بچه آزاری بیشتر است. و این باعث شد که من دنبال یه سرگرمی باشم که توش بتونم آرامش پیدا کنم و انیمیشن بیشتری آرامش رو بهم داد. به اون جهت که تو میتونستی یه دنیای آروم برای خودت بسازی و خودت توش زندگی کنی و قوانینش تو تعیین می‌کردی. و هم دوست داشت. و خب مشکلش هم اینه که تو اولش باید خیلی تلاش کنی تا مهارتش رو پیدا کنی،
تا بتونی اینقدر ازش لذت ببری و اون پروسه شاید مثلا 10-12 سال 15 سال طول میشه، خیلی مشقت آور، ولی وقتی بهش میرسی خب خیلی لذت بخشه دیگه. فکر میکنم این انگیزه این که از دنیای واقعی جدا میشی و میری سراغ اون فکر و خیالاتت و یه دنیای دیگه ای رو برای خودت میسازی که با تو توش آرامش وجود داره، یا حالا هر چیزی که اون ور نیست این ور هست خب خیلی لذت بخشه. شما یه کاری رو هم ساختی به اسم فادر به اسم انیمیشن به اسم دد ساختی. آیا این هم مرتبط با همین ترس‌ها و این استرابول یا حالا اون حال و هوایی که قبلا داشتی یا نه؟ قطعاً دیگه. من یه دوره‌ای نمیدونم شاید خیلی مفصل بشه حالا چیزی که میگم، ولی یه دوره خیلی دوست داشتم طراحی رو یاد بگیرم که هر چیزی رو اونجوری که میبینم بکشم، ولی از یه جایی این برام خسته کننده شد و شروع کردم یه سری اسکچ بوک توش همینجوری چیزا رو اونجوری که خودم دوست داشتم می‌کشیدم، یعنی کج کده می‌کشیدم. این وسطا کم کم یه قصه‌ای هم به ذهنم رسید. یه ماشین پیکان داشت بابای من و ما هر دفعه این پیکانه رو میفرستاد ما ستادانش رو بشوریم و هر بار ما این پیکانه رو میشستیم یه جوری میشستیم که این خیلی خیلی آخر سر میومد میگفتش که دست میکشید مثلا زیر سپر مثلا نشستیم. بعد ما مثلا سری بعد گفتیم این دفعه یه جوری میشوریم که دیگه تشکر کنم، مثلا بگه چقدر خوب. هر دفعه میگفت نه این خوب نه. این داستان هی تو سرم بود و شروع کردم اینو نوشتن. توی کافه نشسته بودم نوشتن و گفتم خب این یه قصه اول به صورت شعر نوشتمش از شعرهای کودکانه و بعد شروع کردم یه تصویرسازی. این داستان همینطور هی شکل گرفت یه کتاب شد و بعد گفتم خب چرا حالا انیمیشنش رو نسازم و فکر کردم اگه بخوام انیمیشنش رو بسازم خیلی طولانی میشه، یه بخش کوچیکش رو بخش اولش رو بسازم و دیگه شروع کردم رو فیلمنامش کار کردن و یه رابطه پدر و فرزندی که تو همیشه دوست داری آرتیست باشی برای اینکه توجه پدرت رو جلب کنی که ببینت. چه کار درخشان می‌کنی. خیلی ممنون. واقعا لذت بردی بهش دارم. از این جایی هم فرستادی رو جشنواره؟ آره جشنواره‌های زیادی فرستادم و یه جشن، ولی خب متاسفانه دوران کرونا بود خودم نتونستم برم. خیلی دوست داشتم با انیمیشنه بتونم زیر سفر برم. چند تا فستیوال خیلی خوب رفت و فستیوال کاپری ایتالیا بهترین انیمیشن شد، یکی هم ایمرجینگ لنز توی کانادا بهترین انیمیشن شد و چند تا فستیوال دیگه هم مثلا لیسبون و فکر کنم استرالیا و اینا پذیرفته شد و شرکت کرد. آره توی فستیوال پخش شد ولی و یه فستیوال هم توی ایتالیا بود سارنو فکر کنم بود که ما بهش میگیم دیپلم افتخار مثلا همچین چیزی گرفت و اینا و خوب بود برای من. خوب بود. آره جالب بود برای من که تو و انگیزه داد که باز بیشتر بتونم. الان ما در آینده شاید کار جدید تو امیدوارم. دارم روی کاری کار میکنم ولی هنوز اونجوری نشده که بخوام راجبش حرف بزنم که مثلا چیزی ساختم. حتما بس به روش ما سراغ من بفرمایید که با چه نرم افزارهایی کار می‌کردید و اصلا تو نرم افزار برای مهمه یا بیشتر کار دستی انجام می‌دید بشینار کار می‌کنید؟ نرم افزار برام خیلی مهم بود. مثلا من و از وقتی که ددو ساختم اولین تجربه من بود که CG کار کنم، یعنی همش 2D کار می‌کردم و بچه‌های CG رو باهاشون آشنا شدم. خیلی هم با من همکاری کردن، خیلی کمک کردن. آره و من تونستم بفهمم که این دنیا قوانینش چه شکلیه و واقعا هم خیلی نقش مهمی داشتن توی ساخت کار. بعد من اونو که ساختم خیلی برام جالب شد که این نرم افزارم یاد بگیرم. تا قبل از اون فقط با فتوشاپ کار می‌کردم. فقط فتوشاپ. آره. و بعد الان چرا مثلا بلندر رو خیلی دوست دارم و با بلندر خیلی کار میکنم و یه مدت با مایا کار میکردم ولی فهمیدم مایا نرم افزار من نیست. مایا نرم افزاریه که من میتونم یه سری آدم میتونم باش کار کنم، میتونم مثلا شاید مثلا لید کنم، مثلا کانسپت بدم توی مایا در بیارم، ازش سر در میارم. ولی نرم افزاری نیست که بخوام تو فضای تیردی کار کنم. من دوستم بیشتر دستی فریم ها رو خلق کنم. مثلا این پروسه انیمیتد حتی کاتات هم دوست ندارم که مثلا باید کد بدی تا یا حرکت بدی. دوست دارم بکشم همه این فریم ها رو و مثلا نرم افزار تون روم هارمونی و تو نرم افزارهای 2D مثلا تون روم هارمونی تی وی پیت ادوب انیمیت از اینا استفاده میکنم. ولی نرم افزار که هم 3D باشه هم 2D برام بلندر خیلی دوستش دارم. یه موزیک ویدیو هم باهاش ساختم.
موزیک ویدیو یه کار 4 دقیقه‌ای بود من دیدم من اون مدل تو پیجم تو پینش کردم گذاشتم. بسیار به من بگیم که الان خودت خواستت بکنیم سمت تودی یا تریدی؟ الان خیلی تودی رو دوست دارم و تریدی احساس میکنم خیلی کار هزینه بریه، خیلی گرون شده. اون موقع اونقدر گرون بود ولی انقدر گرون نبود و احساس میکنم خیلی کاری که دیگه افتاده دست صنعت، یعنی دست کمپانی‌ها و اینا و این منو اذیت میکنه. من ترجیح میدم که و اینا همش باعث میشه که تو اونجوری که دوست داری کاری که دوست داری رو نسازی. اون حالت مستقلش رو از دست داده. بر همین و بیشتر کلکل بین کمپانیاست که واجه گرافیکی بیان و هر کی بیشتر پول خرج کنه گرافیک جالبتری میاره. خیلی کار سخت و هزینه داره. من خودم 20 سری انیمیشن 3D ساختم که خیلی ساده بود. اتفاقا انیمیشن تو انیما ساینس 6 فینالیست شد، تو کروشه روسیه و فینالیست شد، تو گلدن کوپر گوارسا فینالیست شد. ولی این 20 دقیقه به اندازه تقریبا 2.5 سال برای من زحمت داشت و من مستقل داشتم میساختم، هیچ اسپانسری نداشتم، هیچ کسی نبود و این 2.5 سال به اندازه 20 سال منو پیر کرد به لحاظ اینکه باید خیلی کارا رو خودم انجام میدادم، از فیلمنامه، نویسندگی، رایتینگ، انیمیتر، همه چی و خیلی افراد کمی بودن که بتونن کمکم بکنن تو این قضیه و تو بعضی وقتا میری سراغ کار کردن تیوی رو میبینی اون چیزی که تو میخوای نمیشه، مجبوری از دنیا و از اون قوانینی که تیوی داره تبعیت بکنی تا نزدیک بشی به ریزالتی که خودت میخوای. ولی چون شما خودت طراحی، خودت دست غلاتش داری توی دومدی، خیلی سریعتر میتونی به نتیجه نهایی خودت برسی و فکر میکنم من خودم با توجه به شناختی از شما دارم، به نظرم شما به دنیای 3D تو دنیای 2D به مراتب میتونی موفق‌تر از 3D بشی. درسته؟ آره منم احساس میکنم. اصلا چیزی که تو سر درد منو خیلی اذیت میکرد این بود که خب بچه‌ها خیلی هم خوب کار می‌کردن، تقریبا تمام مهارتاشون رو به کار بردن ولی اون چیزی که دقیقاً توی سرم بود اتفاق نمیتونست بیفته. یعنی من باز چیز دیگه‌ای می‌خواستم و برای همین سعی کردم تو کارهای بعدی 2D کار کنم که بتونم همه چیز رو کنترل کنم، همه چیز رو اونجوری که دوست دارم ببرم جلو. آره به نظر من 3D واقعا اگر بخوای اون چیزی که واقعا تو سرت بسازی باید جیب پرپولی داشته باشه. هم هزینه زیادی داره و هم خیلی زمان بیشتری داره تا الانم دیگه نمیشه چون بچه‌ها خیلی حرفه‌ای‌تر شدن و خیلی مستقیما درگیر بازارها شدن. مثلا دارن واسه کمپانی‌های بزرگ کار میکنن و دیگه اونجوری کار مستقل نمیرسن انجام بدن. هم نمیرسن هم اگه بتونن هم با هزینه‌هایی که شما برای کار مستقل گذاشتی کنار درست نمیاد دیگه. بالاخره من میخوام انیمیشن بسازم بعد از جیب خودم بذارم، چرا بنده تون صد تومن دیگه ساند دارم. یهو می‌بینی یه کاراکتر هزینه‌اش برای تو در میاد 40 میلیون 50 میلیون 50 دلار بودجه میره. بعد مسئله اینه که مثلا من دردو تقریبا 2 بار یا 3 بار از اول تا آخر ساختم و بار اول با یه تیم خیلی مبتدی که هزینه کمتری بدم، بار دوم با یه تیم متوسط و اینا همش هزینه شد و سوخت شد و آخر سر دیگه گفتم باید پول خوب خرج کنی و تیم حرفه‌ای بیاری و کارا بسازی و اون موقع تازه نتیجه خوب داد. یعنی اگر پول خوبم ندی نتیجه خوبم نمیاد. قطعا باید با آدم حرفه‌ای کار کنی و خب نمیشد دیگه. برای همین سمت تو دیرم بیشتر دوست داشتم سمت اون. به نظر در اگه تو دیگه میساختی بهتر بود یا تریپی؟ در باید 3D میشد چون داستانش خیلی مینیمال بود و دوست داشتم فضاش خیلی رئال بشه و میلاد خیلی هم خوب اون فضا رو با پردازی و اینا میلاد قیاسی خیلی خوب در آورد، خیلی رندر خیلی جذابی گرفته و می‌خواستم چون هیچی نداشت، داستانه خیلی مینیماله و باید فضا اینقدر پر جزئیات می بود که اینو پوشش میداد ولی چراگاهی هم بهش کنم که 2D میسازم. الان احتمالاً هر چی بسازم 2D میسازم. آره خیلی هم برام جذابه دیگه، الان راحت شده برام. این حاصل تجربه است. میری آزمون خطا می‌کنی میای و بعد میگی خب اوکی استایل منه، یعنی جای خودت رو پیدا می‌کنی و به نظرم از این بعد مشاهده خیلی کار بهتره. مرسی ممنون آقای رد. خب یه رو می‌خوام در رابطه با چالش‌ها و سختی‌هایی که اون موقع داشتی صحبت بکنی. برای مثال شما آموزش چجوری می‌دیدی؟ آیا همه چی آکادمی بوده، تو دانشگاه بوده یا نه خودت باید دنبال یه چیزایی یه چیزی پیدا می‌کردی؟ آموزش بود اصلا نبود چیزی بود؟ یه کل این خیلی چیز جالبیه. اتفاقا اخیراً خیلی بهش فکر می‌کنم.
که ما یه نمایش فیلمی بود برای کار آریاس بود و اکثر آرتیستایی که اومده بودن آدمایی بودن که خب توی صنعت کار کرده بودن و مثلا نزدیک 200 نفر آدم بودن و برای من خیلی جالب بود که این آدمایی که اومدن این برنامه رو ببینن همشون و آدمای حرفه‌ای صنعت انیمیشنن، همشون خودشون یاد گرفتن. هیچ کس کسی نبوده و اینا الان تو دنیا خیلی آدمای مطرحی هستن و احترام دارن و همه خودشون نشستن یاد گرفتن. خیلی برای من ارزشمنده. منم خب خودم یاد گرفتم، یعنی با یه مدت کلاسای طراحی پیش استادای ایرانی میرفتم و خب خوبم بودن، اما واقعیت اینه که انگار نفستو بند می‌آوردن، انقدر قوانین محدود کننده خودشون رو داشتن، فکر می‌کردن که فقط حرف خودشون درسته. ولی من یه ویدیو از گلن ویلپو دیدم که میگفت there are no rules just tools، اینا هیچ کدوم قانون نیست، فقط ابزاره و این باعث شد من نفس راحت بکشم که یعنی هر چیزی داری یاد میگیری قانون نیست، ابزاره، تو هر جور دوست داری ازشه. و این مسیر یادگیری منو شکل داد و شروع کردم این ویدیوهای مختلف دیدن و هر چیزی هم بخوام الان یاد میگیرم. چیزی که خیلی به یادگیری من کمک کرد تعریف پروژه بود. مثلا اینکه من میخوام ابر بکشم، مثلا الان یه پروژه ابر باید بکشم، برای کشیدن ابر میرفتم توتریال دیدم یا میرفتم سرچ میکردم ما چه جور ابرایی داریم و موضوع مطرح میشد. حتی خود درد باعث شد من یه عالمه چیز یاد بگیرم، انیمیشن‌های بعدی و به هر اینا خیلی انگیزه بیشتری میداد واسه یادگیری تا صرفاً بری یاد بگیری که ندونی بعدم میخوای باهاش چیکار کنی. اگه بدونی میخوای باهاش چیکار کنی خیلی بهتر میری. کیس بیس بری سراغ آموزشایی که می‌کنه. آره من همینجوری بود. ما چون یه بخشی رو حروم کردیم، اصلا بیس راه‌اندازی دیجیتال هم همین بود. که اولا خیلی جالبه که همه کسایی که میاد اینجا بلا استثنا میگن نرم افزار یک ابزاره، شما باید کنسول رو بلد باشید. خب این خیلی برای من دلگرمیه که کسایی که میاد اینجا کاملا متوجهن به قضیه چیه. چون هنوز از من سوالی پرسیدن نرم افزار چی اتفاق میفته؟ براشه چی بود؟ براش آره به قولتون مثلا چه استیکر، چه دراشی، چه استورکی و ما یه تایم خیلی زیادی حروم کردیم فقط برای اینکه ببینیم این آپشن‌ها چیه، این دکمه‌ها کجاست، تست بکنیم، آزمون و خطا و تجربه افرادی مثل شما واقعا میتونه چندین سال کسایی که میخوان حساب بزنن رو بندازه جلو و دیگه سراغ بیراهه نه، سراغ پکیجایی که مثلا فلان چیزو به شما یاد میدیم و طرف از اول تا آخر عمرش فقط داره همون فلان چیزو انجام میده. سراغ این قضیه نه و نمیدونم باش میخواد چیکار کنه، چون این خیلی مهمه بدونی میخواد چیکار کنه. دقیقاً. و یه بخشش هم تجربه است، اشکال نداره شما برید تجربه بکنی برگردی، ولی میتونی اینجا هم از این تجربه استفاده بکنی. حالا شده که ناامید بشی و بگی که اصلا ولش کن، کار جواب نمیده. بعد این شب مثلا من فکر میکنم من فکر میکنم هر آرتیستی تقریبا روزی یه بار ناامید میشه و هفته هم یه بار به این فکر کنه که این چه کاری داره میکنه و سالی یه بار هم میگه من دیگه این کار رو ادامه نمیدم. آره و فکر میکنم یه جزء جدا نشدنی از آرتیست هست که به این فکر میکنن که واقعا ناامید میشن. حالا خیلی هم چیز حس آزاردهنده‌ایه. الان خیلی برام مثل این تو فیلم‌های مثلا لایف آف پای و اینا بود، اون ببر دوست مثل یه دوست شده این حس ناامیدیه که مثلا اینجوری هم که تو دوباره تو اومدی باشه مثلا. ولی واقعا چرا بعضی وقتا تو اوج خوشحالی مثلا یه اتفاق خیلی خوب میفته، یه موفقیتی داری و بعد یهو احساس خالی بودن می‌کنی، احساس می‌کنی که این واقعا مثلا چه کاری من دارم میکنم و خب طبیعیه ترس همیشه فکر میکنم با هممون هست. فقط چیزی که برای من هست اینه که خب من راه دیگه ای هم ندارم، یعنی خب روزمره رو چیکار کنم، این سرگرمیمه یا باید بشم به دیوار زل بزنم یا انیمیشن بسازم یا کارم رو ادامه بدم و واقعا راه برگشت ندارم الان دیگه. پس مجبوری بری جلو. آره و اگر ناامیدم شده با ناامیدی ادامه میدم. الان اکثرا با ناامیدی دارم ادامه میدم. خیلی خوبه. من یادم انیمیشن کوتاه پالیکروی رو انداخت. دیدی با پالیکروی نه چون بهش میزنه بعد یه اتفاق براش میفته. فهمیدم.
خوبه. من هم همینجور، من اتفاقا فکر کنم همینه. تو اوج موفقیت در نظر خودم مقطعی، یعنی یه جایی هستم این چقدر عالی، بعد این از اون چه کاری داری میکنی، این چیه من احساس میکنم بین اینکه نابغه‌ای و هیچی نیستی هی میری میای، یعنی این وسط آره یه آدم معمولی نیستی، همش فکر کنی من چه نابغه‌ای ام، من چی نیستم. آره باید طبیعیه دیگه. خوبه که پذیرفتش هستم. آره دوست دارم باید این کارو کنم، چاره دیگه ندارم. دوست داشتم نباشه، همش فکر کنم چقدر خفنم، ولی کاراشو دیگه بیکار باشه درآمد نداشته باشه. الان دیگه به نظرم تمام بدی‌ها دیشب کجا بودی؟ دیشب داشتیم شاهنامه میخوندیم با یه سری از دوستان. یه جمعی داریم شاهنامه خوانی، هفته یه بار جمع میشیم شاهنامه. چه خوب شد گفتی، چون من اون روز تو ورکشاپ هم راجعش حرف زدم و فکر کنم خیلی هم تاثیر مثبت میذاره. اینکه قضیه میتونن بقیه هم بیان. ما یه جمعی هستیم هر کس دوست داشته باشه میاد، ولی مثلا نه جمع دوستامونیم. آره ولی خب اگه کسی دوست داشته باشه میتونه بیاد به ما ملحق شه و شروع کنه خوندن و خیلی قانون سختی نداره. ولی خیلی پیشنهاد میکنم که این کارو بکنن همه ملکه صوت، که واقعا تاثیر مثبتی میذاره که تو میری گذشته یه کشورتو میبینی، فرهنگتو میبینی. و نکته خیلی جذابش برای من اینه که یه سری اصطلاحات اون موقع به کار میرفته که ما الان تو کوچه خیابون استفاده مثلا چیزی یادم خیلی هم فکر میکنم چیاشه، ولی وسط خوندنش مثلا یه چیزایی حتی ضرب المثل مثلا خونگریه کردن، اینجور چیزا مثلا تو شاهنامه هست و همین جوری خونگریه کردنه و ما الان هم داریم راجبش حرف میزنیم. خیلی جالبه برای که به یه زبونی حرف میزنه که مثلا 2000 سال پیش هم مردم داشتن اینطوری حرف میزدن. خیلی تجربه جالبی یاد دیشب چی کار می‌کردم. خب پس بیکاری و درآمد نداری؟ نه بیکار نیستم، ولی خیلی بخواد به عنوان اون انیمیشن ساز مستقل خیلی علاقه به کار کردن واسه شرکت‌ها یا کمپانی‌ها ندارم. بیشتر دوست دارم کار شخصیمو بسازم، به همین جهت بیشتر درس میدم و از درآمدم از راه تدریسه. گهگداری ممکنه پروژه‌ای انجام بدم ولی تا جایی که بشه سر خودم رو خلوت میکنم، یعنی حاضرم این هزینه رو بدم که بتونم کارهای شخصی رو بسازم، چون احساس میکنم یه بار بیشتر زنده نیستم و اگه چیزایی دوست دارم و نسازم مثلا احساس بدتری نسبت به خودم مدیون میشی به خودت. آره یه مدتی بعد از درد یه سری تبلیغات ساختم و خب واقعا درآمدش خوب بود، ولی احساس کردم که این اون چیزی نیست که میخوام. تا آخر عمرم باید بشینم تبلیغ بسازم و این ایده ها رو دوست دارم. یه چیزایی تو سرمه مثل خودت که میگی نویسندگی و کارگردانی علاقه اصلیه. منم یه چیزایی دوست دارم اونا رو بسازم و یه جایی فهمیدم که برای این کار ناچاری هزینه بدی. مجانی به دست نمیاد. یعنی باید یه چیزایی رو بذاری کنار و خب همین این درآمد و اینا یه بخشیشه که میتونی بذاری کنار و بشه کارا داره و اتفاقا به نظرم بهاش میارزه اینکه یه بار به خودت اثبات بکنی من اگه این کارو انجام میدادم این میشد و دیگه تا آخر اون دیتکو برمی‌داری تو ذهنت که کاش انجام میدادم. آره من انجام میدادم چی میشد؟ می‌بینی شکست خوردم، موفق میشدم، مثلا یه توهم من این کارو میکردم موفق میشدم. نه اصلا میری انجام میدی و شکست می‌خوری. درمانش میبندی در هر صورت. و اینو با خودمون مردونیم که حتما اون کاری که تو ذهن این هست و ایدئال مونه بریم سراغش، اصلا نترسیم انجام بدیم. خیلی جالبه این چیزی که میگی. موقعی که من تصمیم گرفتم، چون وقتی داشتم معماری میخوندم همه بهت میگفتن که اشتباه میکنی، فقیر میشی، بی پول میشی، تو انیمیشن هیچ پولی نیست، معمار شو که پولدار شی. و همین حرفی که تو میزنی من به این فکر کردم که من دوستای بابام و آدمای بزرگسال اون موقع 40-50 ساله رو میدیدم که همیشه از حسرت این که مثلا دوست داشتن نقاش شن، آهنگساز شن، خواننده شن، بازیگر شن، فیلمساز شن حرف میزدن و با خودم فکر کردم ترجیح میدم 50 سالم باشه فقیر باشم ولی این حسرته با هم نباشه. یعنی برم انیمیشن بخونم ولی بی پول باشم اما حسرت نخورم چون برده میگردم. و این حرفی که میزنی آره برای من یادمون خیلی خوبه. مانعی هم سر خودت داشتی، سر راه خودت داشتی تا جایی که تا اینجا که اومدی و اصلا چجوری ازش رد شدی؟ مانع منظور چجوری؟ از هر چیزی. مثلا برای خیلی از پسرا مانع سربازی، برای خیلی از خانم‌ها مثلا مانع فضای کاریه. شما چیزی این چنینی داشتی که تو رو بگه این کارو نکنید بعد تو بخوای ازش رد شی؟
خود سربازی خیلی مثال جالبیه. فکر می‌کنم خیلی از پسر آزار می‌بینن و واقعا سربازی بخش بزرگی از یه بخش بزرگی تو منو نمیتونم بگم کشت، ولی واقعا لهش کرد و من مجبور شدم دوباره چیزی بسازم که شبیه قبل‌ترش بشه، ولی واقعا انگیزه و روح رو تو وجودت میکشه. به من سخت نگذشت سربازی، یعنی به هر حال به همه سخت میگذره، اصلا چیز خوشایندی نیست، ولی یه کاریه که باید بکنی، چون از اون برم باز فکر این که تو سربازی نرفتی و حالا نمیتونی از کشور خارج شی، سفر نمیتونی بری، اونم اذیت می‌کرد. یعنی فکر می‌کردم به هر حال باید بری، ولی خب اصلا چیز خوشایندی نیست، اما مرگم نیست. حالا موانع دیگه، بیشترین مانعی که وجود داره اینه که تو اون چیزی که دوست داری رو نمیتونی بسازی و خب نمیدونم بیشترین مانع فکر کنم اگه بخوام جدی تر بگم خود آدمه. یعنی من بزرگترین مانع ترسام و این باور نکردن خودم بود و خیلی پوستم کنده شد که از پس خودم بر بیام که تو مثلا من موقع 2 سال طول کشید، مثلا 7 دقیقه کاره شاید بعد توی شرکت بود، توی استودیو بود 2 ماه 1 ماه ساخته میشد، ولی 2 سال طول کشید و کل این 2 سال من همش استرابی داشتم که نه من نمیتونم، ولش کن، تموم شد، این نمیشه. و 2 سال هی با این با خودم نه ادامه بدیم، با مطمئن بودم که افتضاح میشه، مطمئن بودم یه چیز بیخود میشه، ولی هی باید میرفتم تا تهش و این خیلی سخت. و آره خودت فکر میکنم همیشه بزرگترین مانع خودتی و یه جوری هم هست که قایمه، نمیتونی پیداش کنی، یعنی یه دشمنیه که تو نمیبینیش، خیلی باید عمیق بشی تا بتونی پیداش بکنی. آره نمیتونی از پسش بر بیای، یهو جلو تو بعد تو میبینی یه تایم زیادی رفته اون کاری که دوست داری رو نکردی، چون یکی تو وجودت داره میگه تو که نمیتونی، اون فایده نداره اصلا. متأسفانه رشته ما خیلی آدم‌ها صبوری رو میخواد، چیزیه که از همون حالا کار ما 2D 3D هر چی فرق نمی‌کنه. مثلا کاری که کسایی کار 2D طراحی رو انجام میدن باز یه مقدار کمتر، ولی کسی کار 3D انجام میده دکمه رو میزنی 1 ساعت خورده بعد صفحه کنی تا رندر بشه. خیلی یه بزرگی هم گفته بود انیمیشن ساختن مثل اونه که تو یه جوک تعریف بکنی یا مردم 2 سال 3 سال بعد بهش بخونن. این خیلی چیز عجیبیه و آدم صبوری رو میخواد که تو باید این روحیه رو داشته باشی و اینا ول میکنی و این ول کردن خیلی بده. آره خب میخوایم وارد این قضیه بشیم که شما از چه زمانی به دنیای حرفه‌ای ورود کردید؟ اولین کار حرفه‌ای که انجام دادید یا که خودت بهش میگی حرفه‌ای یا کاری اون ندارم، شاید مثلا ما یه 2 تایم بگیم این کار حرفه‌ایه ولی از نظر بقیه اصلا کار ماقبل حرفه‌ای باشه، یه کار پیش پا افتاده و باید هم که بشه، ولی خودت از کی فکر کردی حرفه‌ای شدی؟ راستش نمیدونم چجوری بگم، حرفم یکم عجیب میاد ولی تا مدت‌ها، یعنی شاید حرف درستی هم نیست، شاید تا 2-3 سال پیش هم فکر نمی‌کردم حرفه‌ایم، یعنی کارهای حرفه‌ای زیادی کردم و توی همون چیزی که خودت مانع خودتی و نفهمیدم کی شد، واقعا نفهمیدم. فقط همیشه آرزو داشتم که آدم حرفه‌ای باشم، تو کارم خیلی متخصص بشم، پروژه ها رو انجام میدادی و فکر میکنم خیلیش هم مربوط میشه به اون حسی که اون آدمایی که واسش کار میکنی بهت میدن و اونا هیچ وقت به تو این حسو نمیدن که تو حرفه‌ای، چون نمیخوان به تو پول خوبی بدن و هی به تو میگن که تو مبتدی و تو خب اینو باور میکنی. ولی من از یه جایی که دیدم که میتونم رو دستمزدم پافشاری کنم، میتونم دستمزد کمی نگیرم اونجوری که دوست دارم دستمزد بگیرم، یا میتونم مثل کارا رو قبول نکنم، احساس کردم حرفه‌ای شدم. ولی شاید خیلی قبل‌ترش حرفه‌ای شده بودم و کار حرفه‌ای می‌کردم، خودم خبر نداشتم. آره خودم خبر نداشتم. خودت یعنی این عنوان باید به دست بیاری، خودت با احترامی که به خودت میذاری تو انجام پروژه ها، توی دستمزدی که می‌خوای یا توی رفتاری که از توقع داری با تو بکنن و روش پاش وای نیستی، حتی ممکنه یه پروژه‌ای رو قبول نکنی، اونجا حرفه‌ای میشی و این دست خودت. هر روزی که تصمیم بگیری توی رفتار کنی حرفه‌ای میشی. خیلی عالیه، خیلی عالیه. آره بیشترین قضیه شخصیه، اینکه اولا تو اون عزت نفس و اعتماد به نفس رو داشته باشی. خب اولا که خودت بدونی به یه گریدی رسیده باشی. قطعاً ما اینو میدونیم دیگه، لابد نیست استانداردها رو تو باید طی بکنی. اگه اینا نداری که خب هیچی، بالا یاد بگیر.
ولی اگه این استانداردها رو داری و هنوز اون لیبل به نخورده، پس یه جایی تو خودت باید بگردی پیدا بکنی. مثلا تو شرکت اصلا برای شرکت کار کردن تو خیلی موافق این قضیه نیستی، درسته؟ چون مستقل داری کار رو میکنی، ولی تا حالا جایی بوده که درگیر رضا پورتربن و اینا باشی و ریجکت بکنن و اینجور چیزا؟ ریجکت که خب شدم، ولی بیشتر واسه رزیدنسی و مثلا فستیوالی بفرستم فیلممو پذیرفته نشه اینطوری ریجکت شدم، ولی واسه کار تا حالا نفرستادم. نه رزومه نفرستادم. شاید مثلا 19-20 سالگی کرده باشم این کار، یادم نیست حقیقتا. نه معمولا سفارشی که میومد این بود که ما میخوایم این کار انجام بدیم و بعد سر یه رقمی به توافق میرسیدیم و انجام میدادیم. به این صورت نه تا حالا نشده، اصلا درگیرش اونقدر نشدم. که و من بیشتر از 1-2 سالم تا حالا یه شرکت بود 3-4 سال موندم، نموندم هیچ شرکتی. یعنی خیلی حساسم روی اینکه با عمرم و جوری مصرف کنم که بتونم کارهای خودم رو بسازم. این هی بهم استرس میاد یه جا میمونم. البته خب تجربه کار تیمی با آدم رو کار کردن خیلی شخصیت آدم تاثیر میذاره، خیلی کار مهمیه. ولی آره نه اونقدر تا عادت من اینکه خودت بخوای بگی اوکی کار تیمی هم مهمه، ولی من به اندازه کار شخصی بهش مثلا بها نمیدم. من تو کار شخصی به یه چیزی میرسم، به یه استانداردی میرسم و همین تو عمر دوران حرفه‌ای خودم انجام میدم و به نهایت میرسونم. آره دیگه، ولی منظورم این نیست که فقط باید مستقل کنی. یعنی میگم خیلی لازمه که تو حتما به یاد بگیری با آدما کار کنی. اصلا نظر اونا رو یه جا به نظر خودت ترجیح بدی، یه جاهایی یه چیزی میگی که نمیپذیرن اصلا و بتونی باش کنار بیاری. یه چیزایی داره که خیلی تجربه خوبیه اصلا با جمع کار کردن. توی کار خودت یا کلا توی سینکی فرق یک آدم حرفه‌ای و یک آدم مبتدی چیه؟ به غیر از مسائل تخصصی و تکنیکال. فرق یه آدم حرفه‌ای و یه آدم مبتدی. آدمی که اصلا حرفه‌ای هم نیست، نگیم مبتدیه، کسی که حرفه‌ای نماه. حرفه‌ای نما. اینا خیلی فرق می‌کنن. حرفه‌ای نماها خیلی آدمای تو مخیه. یعنی آدمایی که فکر می‌کنن خیلی می‌فهمن ولی واقعا نمی‌فهمن. اونا فرق میکنن. ولی آدم مبتدی آدمی که من تصورم من از حرفت اینه که آدمی که ادعایی هم نداره ولی خب بلدم نیست و به نظرم بهترین حالتش نمیدونم فرقشون چی میتونه باشه. من بیشتر تو در نحوه قرارداد، یعنی چیزی که من اذیت میکنه نحوه قرارداد بستن هست. آدم حرفه‌ای یه دستمزدی میگه یا میپذیری یا نمیپذیری، نپذیری میره. ولی آدم غیر حرفه‌ای تو هر چی هم بگی میپذیری، اصلا کوتاه میاد. ممکنه کارش هم خیلی خوب باشه ولی هر چی تو بگی کوتاه میاد و تو موضع ضعف توی این زمینه و من اینو به عنوان یه ملاک در نظر میگیرم. حالا بعضی آدم که توی محدودیت یعنی الان به پول نیاز داره و با شرایط کنار بیاد، ولی توی حالت استانداردیه که احترام خودش حفظش. اینو خیلی میبینم و توی رفتار کاری هم آدم حرفه‌ای آدمیه که هی کمک میکنه پروژه پیش بره. جلوی یه پروژه رو نمیگیره، یعنی وقتی مشکلی هم پیش میاد نمیره به همه بگه ببین این تو گند زدی یا اینا، اصلا براش مهم نیست. مهم اینه که این پروژه چجوری مشکل حل شه. معمولا ساکت‌ترن، بیشتر دارن هم نگاه میکنن مشکلات چیه حلش کنن، چون تسلط دارن و اضطراب کمتری دارن. فرق چجوری آدم حرفه‌ای نما تشخیص بدی؟ تو با دوربین با چوب خیلی تابلوان آدمایی که تو مخن معمولا تو شرکت‌ها آدمای حرفه‌ای نما اصلا یه برندی از خودشون صدا دارن. واقعا وقتی میری باهاشون صحبت می‌کنی خالیه، اون عمر نداره. نمیدونم، من معمولا وقتی خیلی اذیت میشم یعنی واقعا همه رو آزار میده، یعنی یه نظری میده بعد تو نگاه کنی بقیه تیم همه نگاه میکنن. آدمایی که معمولا نظر چرت میدن یا خیلی نظر میدن یا خیلی صحبت. اصلا فکر کنم آدمایی که تو تخصص کسی دخالت میکنن آدمایی به شدت غیر حرفه‌ای و میتونیم اینجا بگیم بیشعوری هستن، چون واقعا کار درست نیست. مثلا یه آدمی تخصصش تکسچر، تخصصش رندره و اون این کارو داره میکنه، تو نمیتونی بری به اون بگی چیکار چجوری، میتونی ازش بگی چی میخوام ولی اون میدونه باید چیکار کنه. اینکه تو شروع میکنی بهش توضیح میدی اینو اینجوری انجام بده، به نظرم اونا حرفه‌ای نما. بسیار آقایون دوستان عزیز حرفه‌ای نما خیلی تو کسی بوده که توی
این مسئله که تو اومدیم نه بگم اوکی ما آشتی دنبال آشتی من ندیدم تا حالا تو دوران همه کسی بودی خیلی کمکت کرده باشه و بخیر ازش تشکر میکنی یا کسی بوده که خیلی کمکت کرده باشه آره یعنی چندین پله تو رو انداخته باشه جدا بخوای اینش تغییر بکنی یا کسی برعکس لگد زده باشه نمیدونم نه کسی خاصی نیست ازش تشکر واقعا خیلی مصرف ننیل سگم خیلی دوست دارم بدن خیلی کمک کرد همراه هم بود خیلی خودخواهانه است ولی از خودم میتونم تشکر کنم خیلی پای خودم وایستاد و کوتاه نیومد چون جوابی جالب خیلی جواب میتونستم کوتاه بیام ولی کوتاه نیومد خیلی جا ناامید کرد بسیار خیلی خوب یه بریکی بدیم یه بخش از نمونه کاره سهراب و عزیز رو با هم دیگه ببینیم دوباره برمیگردیم در خدمت شما هستیم برسیم در خدمت شما هستیم با سهراب عزیز و ادامه صحبت‌ها. خب می‌خوام اینجا یه مقدار در رابطه با ابزارها و دیدگاه‌های حرفه‌ای شما صحبت می‌کنیم. ببین خب درسته یه سری بحث‌ها شما قبل از اینکه حرفه‌ای داشته باشید. ولی خب ابزار بالاخره بخشی از کار ماست و کسایی که می‌خوان مثل شما باشن دوست دارن بدونن که از چه ابزارهایی استفاده بکنن، چه ابزار فقط به منظور نرم افزار نیست، شاید اصلا چه می‌دونم یه مداد خاص میاد. مثال شاید یه برنامه خاص. اما شما الان با چه نرم افزاری به صورت حرفه‌ای کار می‌کنی و اونها رو توصیه می‌کنی به کسایی که می‌خوان مثل شما باشن؟ با چه نرم افزاری کار می‌کنم؟ ببین واقعیتش اینه که مثلا من الان با تونبوم هارمونی کار می‌کنم، با بلندر کار می‌کنم و فتوشاپ رو قطعا خیلی زیاد استفاده می‌کنم و دیگه تیوی پینت مثلا واسه نرم افزاری 2D استفاده می‌کنم. آره بقیه نرم افزارا باهاشون در ارتباطم، مثلا ممکنه برای یه استوری بوردی به من سین 3D تو مایا بدن و میخوام از توش استفاده کنم بی‌المه استفاده کنم، ولی اکثر این کارهایی که مربوط به 3D میشه من با بلندر انجام میدم و خود بلندر هم یه قابلیت گریس پنسیل داره 2D مثلا کارا رو اونجا انجام میدم باری و بیشتر ابزارم خب خلاقیت و فکر و ایده است که از اون استفاده بکنیم که برای اون چیزای دیگه نرم افزار نیاز نیست، چیزای دیگه ای داره. آره نگید تو با اون هم میرسیم بهش مثلا چیکار بکنیم، ولی از لحاظ چیز اینطوریه و خب برای توی سیستم یه ابزار خب مهمم آیپده واسه ما که آیپد داشته باشی که بتونی مدام اسکچ بزنی و طراحی کنی. اینو واقعا دیگه الان لازمه، هر آرتیستی تاش بلا، نه اینکه مثلا سینتیک یا اینتوس و اینا ابزارهای چیز عملی باشه باید حتما آیپد رو داشته باشی، سینتیک هم باید داشته باشی یا
وکام و اینا باید داشته باشی، ولی آیپد قطعاً باید داشته باشی. بسیار برای اینکه بتونی هر لحظه ایده چیزی بزنی برسی. آره الان دیگه تو دنیای الان واقعا دیگه لازم، مثلا شاید 10 سال پیش 5 سال پیش میگفتی حالا آیپدم نداشتی، ولی الان واقعا بایده به نظرم چه لازم. همین الان آیا تو آموزش می‌بینی یا نه، در حال آموزش دیدن هستی؟ من والا آره قطعاً کارو میکنم، اصلا نمیتونم من درس میدم برای اینکه بتونم یاد بگیرم، مثل اینکه هی بتونم مرور کنم یه موضوع، مثلا فیگور یا هنوز دارم مثلا چند سال 10 15 سال من فیگور و آناتومی درس میدم و این باعث شده من هیچ وقت آناتومی فراموشم نشه. مثلا انیمیت وقتی خودم شروع کنم بیسیکش رو دوباره از اول درس دادن خودم برام مرور میشه و چون معتقدم که تو هنر مهمترین چیز یاد گرفتن اصول اولیه است. یعنی تو قوانین این فکر میکنم مال حرف جورج لوکاس میگه که من اون موقع که استار وارز رو شروع کردم ابزارها یه چیز دیگه بود و مثلا 10-15 سال پیش که رفتم بعدش که رفتم کار دیگه بسازم خیلی استدیوهای جلوهایش عوض شد ولی اصول عوض نشده بود، برای من باز میتونستم باشون کار کنم. یاد گرفتم اصول اولیه خیلی مهمه و اونا رو این درس دادن کمک میکنه من برام مرور شه. و یه نکته دیگه هم هستی که من مثلا 1-2 سال درگیر کار که میشم ممکنه دوباره یه سالی اینا وقفه بندازم بین کار که بتونم برم یاد بگیرم. مثلا بلندر رو توی این فرصه تونستم یاد بگیرم، دیگه خیلی کار نمی‌کردم و گهگداری درس میدم و میتونستم برم بلندر کار کنم و هر چندگاهی بین 1-2 سال کار کردن ممکنه 1 سال 6 ماه درگیر یاد گرفتن یه چیزی بشم. الان چیزی که خیلی برام مهمه داستان خوندن، کتاب خوندنه و تا میشه داستان یاد گرفتن خیلی برای جذاب. به لحاظ تکنیکالی یعنی نه داستان کتاب خوندن، خود کتاب خوندن داستان. بسیار. مثلا این کتابی که الان میگیزه این گفتم شاید بخوای راجع به تفریحات روزمره‌ام بپرسی. آره بس به استفاده انجام سوراخش. کلاسایی که الان برگزار می‌کنی چیه و چجوری میتونن ثبت نام بکنن کلاس‌ها؟ اصلا تایم ثبت نام داری الان؟ من آره ثبت نام میکنم. حالا فکر می‌کنم این برنامه تبلیغ کلاس و اینا بشه. یعنی نه من خیلی دوستام بدونم چون شما به عنوان کسی که مؤلف هستی خب خیلی خوبه که ما معرفی بکنیم یه در واقع شما رو که بچه‌ها بتونن با اعتماد با خیال راحتی بیان سراغ شما و بدونن نتیجهش. مرسی راست. من الان تقریبا همه چیزایی که مربوط به انیمیشن 2D میشه یا پیش تولید انیمیشن میشه رو دارم درس میدم و خودم هم خب همشون رو انجامم میدم توی کارهای که انجام میدم. ولی الان مدلم اینطوریه که بچه‌ها از کلاس فیگور میان، بعد کاراکتر، بعد فیگور و آناتومی یادشون میدم، بعد بهشون کاراکتر دیزاین یاد میدم، بعد اگه دوست داشته باشن میان استوری بورد یا میرن سمت دیجیتال پینت و بعد انیمیت و در آخرم مثلا انیمیشن کوتاه میسازن که یه پروسه 1-2 ساله است. بعضی بچه‌ها دوست دارن مثلا توی یه بخش جداش فقط کاراکتر دیزاین اضافه بشن، بعضی دوست دارن بیان استوری بورد و بعضی هم یه تعدادی هم هستن که از ابتدا کار میکنن. و برای خودم خیلی الان رسیدیم به اون قسمتی که بچه‌ها دارن انیمیت یاد میگیرن و کم کم یه سری نتیجه ها رو داریم می‌بینیم. خیلی بر من جالب. این هم یکی از پروژه‌هاییه که دارم کار می‌کنم که با یه سری آرتیست کار می‌کنم و خیلی و خلاقیتشون رو می‌بینم خیلی برام جذابه که دارن خودشون میشن اونجوری که دوست دارن میشن. اینا خیلی برام جذابه و آره هم تفریح هم فان هم تماشایی. خیلی خوبه. الان ظرفیت داری برای اینکه ثبت نام؟ بله اگه احتمالاً مثلا هفته دیگه یا مثلا امروز بذارم ولی حالا شاید چند وقت دیگه بذارم که بشه ثبت نام کرد. ولی اونقدر دوست ندارم کلاس‌ها شلوغ بشن چون خودم هم نمیتونم مدیریتش. یه استدیوی خودمه، یه استدیوی سمت هفته تی رو این وراست و اگه دوست داشته باشم میتونم بیام. خیلی نظر دارم تو با آرتورک شخصی چیه؟ چقدر باید به این موضوع بپردازی؟ منظورت چیه از آن؟ مثلا میگم ما یه بخشی درگیر یه سری کار شرکتی میشیم که نمیتونیم قابلیت خودمون رو نشون بدیم یا شاید اصلا خیلی مجال نشون دادن و فرصت نشون دادن قابلیت خودمون رو نداشته باشیم. اینجا آیا اون نقش آرتورک شخصی میتونه این خلأ رو پر بکنه یا نه، یا اصلا شما باید کاملا برید سراغ کارهای شخصی یا نه، یا از این باید برید سراغ کارهای شرکتی؟ میخوام بگم که چجوری میشه اون قابلیت‌های خودت رو نشون بدی؟
آیا حتما باید صرفا تو کارهایی که شما به عنوان یه شرکت رو استخدام هستید دارید انجام میدید اونجا باشه یا نه؟ این برام شما میدونم نگاهی داشته فکر کنم اینو همین تو صحبتامون هم بود، حتی خودت هم بود که من چیزی که توش میگم فکر میکنم باید یه بالانسی برقرار شه. حالا معمولا میگن 50-50 تو شروع کار، که مثلا شاید اینجوری بگیم که در ابتدای کار شما بیشتر باید رو اون پروژه‌ای که دارین کار میکنین وقت بذارین، ولی کم کم باید این پروژه شخصی بیاد بالا. یعنی شاید اولش 20% تو وقت تو کار شخصی، بعد از اینکه حرفه‌ای شدی آموزش دیدی 20% وقت بذاری رو کار شخصی و 80% تو پروژه ها کار کنی که هم تجربه کسب کنی. فشار کار حرفه‌ای تو رو مجبور میکنه سخت کوشتر و جدی‌تر بشی توی کار و هر چی سنت میره بالاتر پولتو سیو کنی که اینو بالانسش رو تغییر بدی. یعنی 80% کار شخصی انجام بدی، 20% کار واسه اولویت تو زمینه کار شخصیه. فکر می‌کنم هدف باید این باشه. مخصوصا حالا صحبتمون نرسیده ولی فکر کنم با وضعیتی که الان هوش مصنوعی و وضعیت دنیا میاد، من فکر می‌کنم اولویت دیگه پول درآوردن نیست. اولویت اینه که تو چه ایده‌ای داری که ببینید چه نظر در تو با استفاده از شبکه‌های اجتماعی چی برای در واقع ساختن برند شخصی به عنوان یک آرتیست؟ به عنوان یک آرتیست چون به شخصه استفاده زیاد از اینستاگرام و اینا برای کسب خلاقیت و سم میدونم. مثلا فکر کنم تو گوشی هیچ وقت ایده پیدا نمی‌کنی، توی دنیای واقعی پیدا می‌کنی. یعنی که با آدما روزمره چقدر در ارتباطی و تو شهر میگن. من شاید تایم زیادی از وقتمو حتی اگه بخوام جایی هم کار کنم حتما اینو میخوام ازشون که این وقت رو برام بذارن که من بعد من روز خودم بچرخم، برم تو شهر یه گوشه بشینم از مردم تبریک کنم ببینم و این خیلی بیشتر به من ایده میده تا اینکه بخوام به گوشی نگاه کنم ایده پیدا کنم. به نظر اون خیلی سمه، یعنی مغزو از کارکرد میندازه و نمیذاره اصلا فکر کار کنه. اما به عنوان اینکه برند بسازی و خب دیدشی خیلی موهبت خوبی بود، چون که ماها مجبور بودیم از این سری فیلتر خودمون رو نشون بدیم، ولی اینجوری مستقیما بر اساس خلاقیت خودت با آدم‌ها در ارتباطی و میتونی اینطوری بهشون نشون بدی که تو چی بلدی. و خب خیلی آرتیست هم اگه دیده نشه واقعا میمیره، خیلی براش میشه گفت دیده شدن اون هنر تو که مهمه. آره این حساب خرم میرسه. دقیقاً از این نظر فکر می‌کنم بسیار البته شبکه‌های اجتماعی در اینکه بیاین برنامه رو ببینن مفیده. آره برنامه‌ای که مفیده، تجربه آدم مهمی صحبت خواهش می‌کنم، آدم مهم. خب نظر در تو با کار فریلنسی چیه؟ اصلا شما توی کسایی که توی رشته شما هستن کار فریلنسی خودش من کجا پیدا بکنن؟ کجا از دستش ما هممون فریلنسی اکثرا، یعنی خودت هم خیلی فریلنسی کار. ولی خیلی دوستان بدونم که شما مثلا چجوری این کارو انجام میدید؟ جای خاص شما خیلی سوال بپرسن آقا پروژه‌تو از کجا میگیرید که ما نمیتونیم بگیریم؟ من فکر کنم باید اول کارت خیلی خوب شه. یعنی تا کارت خوب نشه این اتفاق نمیفته. اونی که میتونه کار فریلنسی بگیری یه استانداردی داره. یکی هم خب روابطه، یعنی تو باید آدما بشناسنه، کارات دیده باشن. همین شبکه‌های مجازی خیلی کمک میکنه، مثلا اینستاگرام تو ایران که کمک کنه که دیده بشی، کاراتو بشناسن و خب باید نمونه کار خوب داشته باشی. نمونه کار رو میتونی خودت بسازی، میتونی به بهونه کار کردن توی شرکتی به دستش بیاری، اما باید نمونه کار خوب داشته باشی. نداشته باشی فریلنسی خیلی راحت کارگیر نمیاد و ممکنه اون فریلنسی که دوست داشته باشی هم نباشه. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که عجله برای ورود بازار کار فکر می‌کنم خیلی آرتیستا رو خراب می‌کنه. یعنی باید واقعا نباید وسواسگونه باشه ها، مثلا 15 سال تو فقط داری کار می‌کنی تا به باید مثلا حداقل 4-5 سال خیلی جدی کار می‌کنی که بتونی توی لیگ خوب بازی کنی. اگر زود وارد بازار کار بشی، یکی دوستی مثالش میگفت اگه می‌خوای تو لالیگا بازی کنی باید مثل اونم تمرین کنی دیگه. اگه می‌خوای تو لیگ خلیج فارس کار کنی مثلا باید نمی‌خواد تمرین کنی. یعنی چیزا خیلی عالی. سخت‌ترین چالشی که در طول کار خودت، در طول مسیر کاری خودت بهش برخورده چیه؟ این که میگه گیرت انداخته، یعنی عجیب بوده. همین کار انیمیشن شخصی ساختن خیلی کار سخت. یعنی من تا حالا به این فکر نکردم خودم هایجه پرت کنم. چون احساس می‌کنم این که گند زدم نشد دیگه، چه داری می‌کنم مثلا برام من در هایجه بپرم کنم، ولی خب نمی‌کنم. حداقل اونم بگو نتونم انجام بدم. اونم نتونستم.
اون خیلی کار وحشت از کار ساختن اصلا توصیه نمی‌کنم. آره کار شخصی و این که تو به خودت اعتماد کنی و بگی که باید یه چیزی بسازم که من میگم اینه، خیلی کار سخت. خیلی کار این سخت ترین، هنوزم حتی توی کارهای بعدی هم که میسازم واقعا خیلی کار ترسناکیه، ولی خب لذت بخش هم هست دیگه. اما این سخت ترین کاری بود. چالش به نظر خیلی کاملا میتونی آپدیت میشی، مثل این بازی کامپیوتری هست اچیومنت میگیری، واقعا لول اپ دوست میندازی که میای بیرون یه پروانه، ولی خب خیلی سخته، خیلی سخت، چون واقعا به خودت تو در معرض قضاوتی قرار میدی که بی‌رحمانه است. قبلش آسوده بودی، اصلا نیازی کسی قضاوت وقتی که تو یه کاری میسازی اون دیده شدنه هم لذت بخش داره، همین اجازه رو میدی که بقیه نظرش میاد. خیلی بی‌رحمانه و بعد مقاوم سازی شده باشی در تو با این نظر داره، واقعا ترس. خب این سوال برای خود من خیلی مهمه. بزرگترین اشتباهی که در مسیر کاری کردی چی بود؟ بزرگترین اشتباهی که در مسیر کاری کردم اینم فکر میکنم که نمیدونم، خیلی حرفش یکم شعاری باشه، ولی اینکه زودتر از اینا به خودم اعتماد نکردم. یعنی خیلی دیر به خودم اعتماد کردم، کاش زودتر به خودم اعتماد می‌کردم. البته خب مسیرش هم واقعا همین بود، ولی شاید بزرگترین الان چیزی که به ذهنم میرسه و تو فضایی که گفتگومون رفته این شاید چیز دیگه هم باشه، ولی این به ذهنم میاد که خیلی دیر به خودم اعتماد کردم. و الان چیزی هم که سر کلاس خیلی به بچه‌ها میگم همینه و سعی می‌کنم اینو توشون زنده کنم که ایده هایی که همون لحظه مثلا تو 18 سالگی به ذهن میرسه، ایده های جدی و مهمیه، قراره آخر اونا رو بسازیم و باید همون موقع جدیش بگیریم. من الان میبینم که از اونا دارم استفاده میکنم و خب تو البته به شعور 30 سالگی تا 40 سالگی نیاز داری برای ساختشون، ولی باید اونا رو جدی بگیری و اگه نباشن نمیشه. و فکر میکنم این مثلا میتونه باشه، ولی اشتباه دیگه شاید الان دوست ندارم اشتباه دیگه یادم بیاد. این نه اتفاق خوب این که خیلی واقعی که شما بزرگترین اشتباهی این بوده که به خودت اعتماد نکردی، واقعا مهمه، خیلی مهمه و به نظر من میتونه مدیریت اشتباه هر کسی باشه اگر این کار نکنه. خود من خیلی درگیر این قضیه بودم، خیلی من بازی میساختم و همیشه بعد نمیدونم که چرا بازی که خودم دوست داشتم رو میساختم. من انیمیشن دوست داشتم بسازم، همچنان من تو گوشیمو اگه بهت نشون بدم بعد از برنامه پر از ایده فیلمنامه هست، ایده های یک پاراگرافی فیلمنامه و مدیون اینا رو هی میخونم و هی میگم چک همین سیگی تاک رو که شما الان توش برنامه به عنوان مهمون به زور داری، من از 2 سال پیش ایده‌شو داشتم و تمام این اتفاقات تو یک شب افتاد. یک شب به خودم گفتم که تو باید استارت بزنی، تو دیگه باید اون دهنتو ببندی، ذهنتو ببندی و ببینی که اوکی من انجام دادم، نشد، شکستم. همون شب رفتم تمام تجهیزاتی که لازم داشتم خریدم و صبح به خودم اومدم که 50% مسیر رفته. آره دقیقاً. و این خیلی مهمه و امیدوارم که بچه‌ها درگیر این قضیه نشن و آره هر جا هستی یه قدم بیشتر به خودت اعتماد. آره و اتفاقا شکستش هم خوبه، یعنی اوکیه. شما اینکه میگی میترسیدی که مثلا شکست بخوری و اینا یا مثلا اون نتیجه‌ای که می‌خواستی نرسیدی و حتی همین الان هم که اگه بهش فکر بکنی من میگم تو این مسیری که به دست آوردی تا به این برسی که میگی بزرگترین اشتباه من این بوده، پر از درسه و یه قطعی برای تو ایجاد کرده که حالا میتونیم راحت بقیه بگیم و بقیه درس بگیم. خب اما ترند بازار هوش مصنوعی که فکر میکنم یه مقداری شما رو اذیت کرده باشه، هنوز به ما نرسیده خیلی ولی شما رو فکر میکنم ما اذیت کرده باشه. نظر داد تو هوش مصنوعی چیه؟ بیشتر بهش تهدید بهش نگاه میکنی یا فرصت؟ من راجع به هوش مصنوعی خب خیلی فکر کردم و خب اولین چیزی هم که به ذهنم رسید یه ترس خب قطعا سراغ همه میاد که این قراره همه چیزو بگیره و خب خیلی بهش فکر کردم. اما مثل هر پدیده دیگه که کاری از دست من بر نمیاد در مقابلش و خب غیر قابل پیش بینی هم، مثلا مثل جنگ، مثل چه میدونم مثل زلزله، پدیده‌ای که خیلی بزرگتر از توان منه، اصلا من در حدی نیستم بدونم باش میخوام چیکار کنم
باش اینطوری برخورد میکنم. ولی از نظری که بخوام راجبش فکر کنم که با هوش مصنوعی چی کار میشه کرد، من فکر میکنم که اون طوری که همه فکر میکنن هوش مصنوعی تهدید محسوب میشه، من تهدید نمیبینمش. من بیشتر به عنوان آدمی که کار مستقل میکنه و دوست داره کار خودش رو بسازه، اتفاقا یه فرصته، چون اینطوری شرکت‌های تبلیغاتی دست از سر آرتیستا برمی‌دارن. ایده های یه ذره راحت، ایده های مسخره خودشون رو میدن ای آی میسازه براشون. دیگه خلاقیت آرتیستا رو به خاطر اینکه به پول نیاز دارن و مجبورن خلاقیتشون رو گروگان بدن واسه شرکتایی که کار بکنن، این اتفاق خیلی برام دردناکه که میبینم. چون من خودتو آرتیستایی که میبینم که من مثلا وقتشون دارن سر کار میذارن، به نظر من خیلی ناراحت کننده است، چون اونا میتونن خیلی چیزای جذابتری بسازن. من یه پیش بینی اینه که شاید هوش مصنوعی باعث بشه ما اینقدر نیاز به کار کردن و پول درآوردن نداشته باشیم. یعنی نیاز به خیلی از کارها رو بکنه ای آی و تعریف شغل عوض شه و حتی تعریف نیاز واسه شغل، که مثلا تو بخوای غذا تهیه کنی، نمیدونم خورد و خوراک داشتش، احتمالاً بی‌نیاز، چون خیلی راحت‌تر تولید میشه. و فکر میکنم که فرصتی بده به آرت و مردم خیلی مشتاق‌تر میشن که کارهای آدمیزاد بیشتر ببینن، یعنی کارهایی که پیورتر، انسانی‌تر، مثل اتفاقی که مثلا واسه عکاسی آنالوگ افتاد وقتی عکاسی دیجیتال اومد، یا نقاشی در مقابل نقاشی دیجیتال، نقاشی همچنان ارزشمند بود. به نظرم کارهای آرتیستایی که کاری که انسان تولید میکنه خیلی ارزشمند میشه و خب بهتره که آرتیستا بیشتر از اینکه به دنبال رقابت با ای آی برن، بذارن اون کارشو بکنه و برن دنبال اینکه خودشون چیزایی که دوست دارن رو بسازن. من یعنی روی کردم نسبت بهش. بسیاری خیلی جالب بود، خیلی خوب بود. من چند وقت پیش همین دیروز می‌خواستم یه رفرنس برای یکی از بچه‌ها پیدا بکنم که یه چیزی رو می‌خواست بسازه و قرار من رفرنسش رو براش ارسال بکنم. زدم سرچ کردم مثلا فاتبان کشتی، بعد دیدم که هر چی که میاره ای آیه. بعد مجبور شدم اول سرچم بنویسم ریل فلان مثلا، یعنی واقعی شد. خیلی عجیب بود برام. اصلا یه لحظه تو خودم دیدم که تمام رفرنس‌ها شده این و تو دنبال اون رئاله می‌گردی، دنبال اون واقعیت می‌گردی و اونجا توی اون حجمه زیاد کارهای AI که خب هر چیزی هم که زیاد باشه ارزشش کم میشه، ارزش اون کاری که اصولی انجام شده، ارزش اون کاری که به اون تو آرتیست انجام داده بیشتر میشه. یعنی هرچی اون بیشتر کار بکنه ارزش کارش اون بیشتر میشه. منتها برای کسایی که اصول رو کار می‌بردن، برای کسایی که این تخصص لازم رو دارن، وگرنه شما توی میل باشی حتی امکان داره که بدنه جامعه هنری هم باشی ای آی بیاد راحت حذف رو آن. اصلا ای آی میتونه جای هنرمند رو بگیره؟ من فکر کنم نه، چون هنرمند نیاز به آدمیزاد داره، یعنی انسان داره و فکر نمی‌کنم اصلا ما به هر حال الان دنیا آدمیزادا بیشترن دیگه. یه جایی ربات‌ها بیشتر شدن، اونا واسه دنیا پس می‌گیره، ولی الان آدما نیاز دارن چیزایی که آدما میسازن ببینن، یعنی دوستان با هم ارتباط داشته باشن و هنر یه زبان ارتباط برقرار کردنه و تو ترجیح میدی که یه انسان با تو حرف بزنه تا یه ربات. برای همین نه، هیچ وقت نمیتونه جاشو رو بگیره. میتونه چیزی شبیه به اون چیزی که من تولید میکنم بکنه، ولی من میخوام یه آدم برام اینو بگه، نمیخوام یه ربات بگه و قطعا نمیتونه هیچ وقت. اصلا دیوانه همین اجماعی شما از یه آگاهی از ایجیب هنرمند در این این بدن هنرمندیه خیلی زحمت کشیده، کلی کار کرده، کلی سختی کشیده، کلی تروما داشته و بعد این تبدیل کرده به یک اثر هنری که تو نگاش میکنی و لذت میبری. ولی خب هوش مصنوعی اینو قطعا نمیده. اصلا اخلاقیه به نظرت ما از هوش مصنوعی تو کارمون استفاده بکنیم؟ ببین من فکر میکنم اخلاقیات اونقدر اهمیت پیدا نمیکنه وقتی یه چیزی این حجم ترند شده و داره استفاده میشه. خیلی هم تو اینترنت آرتیستا سعی میکنن مبارزه کنن باهاش، ولی من فکر میکنم که اهمیتی نداره. حتی اگه اخلاقی هم نباشه به هر حال داره اتفاق میفته، خود به خود اخلاقی میشه، یعنی یه تعریفی واسش پیدا میکنن که اخلاقی شه و ازش استفاده کنن. من اگه بخوایم یکم راجبش حرف بزنیم، فکر کنم که من خودم ای آی رو کلا از زندگیم حذف کردم، یعنی سعی می‌کنم باهاش درگیر نشم یا روبرو نشم، یعنی درگیر بازار کارش نشم، نگران این نباشم که
AI بیاد شغل منو بگیره، چون دارم میرم کار هنری میکنم، کاری میکنم که قرض AI بیاد سمتش. ولی تو خودت داری این کارو میکنی، تو خودت نظرت چیه راجعش؟ خب اولا که اخلاقی بودنش که خب خیلی بحث زیاده، که اخلاقی نیست ایوایتی و شما نباید استفاده کنید، چون فیدش فید دیتاهایی که از آن موجوده و خودش یه درک و آگاهی نداره که بتونه خلق کامل انجام بده. فعلا نمیدونم در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی فعلا فیدش رو داره از دیتاهایی میگیره که ماها اجساد شما هنرمندا تولید کردیم و توی اینترنت گذاشتیم. و وقتی که شما اتفاقا تستش هم کرده بودن، چند نفر بهش گفته بودن که با این آرت استایل من یه چیزی برام خلق بکن و بعد واقعا از همون استفاده کرده بود، از همون اثر استفاده کرده بود و مشخص بود که خودش نمیتونه خلق بکنه و واقعا اخلاقی نیست به نظر من اینجوری. ولی مهم هم نیست، یعنی کسی که قدر هنر رو بدونه میدونه کجا باید بره سراغش. من چند وقت پیش به اینترنت توی اتوبان داشتم می اومدم، مثل تبلیغ داشتم میدیدم که عکس کاراکترهای دیزنی تور بود که قشنگ مشخص بود روی کله یا آدم گذاشتن با AI بیزنس کردن. مثلا حس بدی گرفتم نسبت به اون تبلیغه، کما که شما اگه لیک اسم می‌کردن اینو یه آرتیست کشیده خیلی برعکس حس خوبی بهش پیدا می‌کردم. فعلا اینجوری قضیه، یعنی من اینجوری فکر می‌کنم و بحث و حرف و حدیث هم خیلی زیاده در تو هوش مصنوعی. به نظر میطلبه اصلا یه برنامه مستقل و کامل در تو با این قضیه درست بکنیم، ولی دیدگاه شما کاملا درسته، شما میتونید ایگنورش بکنید، کار خودت بکنی و مسیر خودت رو داشته باشید و اصلا هوش مصنوعی بیاد سراغ بعد این موقع با هم یه تلافی ولی دنیای جالبی میشه، دنیایی که اولین باره که ما یه موجودی داریم میبینیم که رقیب انسان باشه مثلا و اینکه ما انسانا داریم میریم تو حاشیه. من اینو حس میکنم خودمون ساختیمش. آره خیلی برام جالبه، خیلی احتمالاً بیشتر وقت کنیم که خوش بگذرونیم با خانواده‌مون، بیشتر وقت بگذرونیم. آره ارزش کار اتفاقا میگه که هوش مصنوعی اومده اون کارهایی که انسان براش وقت الکی میذاره رو انجام بده و شما بتونید برای کارهای متعالی از مدل خودت استفاده بکنید و یه جورایی رقم داره برعکس بشه. مثلا هوش مصنوعی بشینه برای ما انیمیشن تولید بکنه، ما بریم بنایی. ولی من فکر کنم آدم بعدی هرج و مرجش اینه که آدما بیکار میشن، خل میشن، یه جنگی چیزی را بندازن. اونم من دوست دارم چون کم آخر زمان احتمالاً آدما بیکار الان چون سرگرم وقت نمیگن، الان موقعشون خالی شه، یه دیدی بیکار میشه بابای تو خونه شروع کنه یه چیزی رو درست کردن، یه چیزی رو خراب کردن، یخچال باز میکنه، رادیو میکنه. میخوایم اینجا دیگه در رابطه با توصیه و پیشنهادات شما صحبت کنیم به کسایی که تازه میخواد شروع بکنن، کسی که میخواد بشه مثل تو این لول، از کجا میخواد شروع، از جایی که میخواد شروع کنه چه کارهایی رو انجام بده، چه توصیه‌ای بهش دادین؟ از این حرفای کلیشه‌ای که نباید مثل من بشن، مثل خودشون بشن و اینا هم که به کنار، قطعا باید خودش بشه، نباید بسانشه. ولی اینکه یه نمیدونم به یه مهارتی برسه، بتونه کاری که دوست داره بکنه و اینا. من فکر میکنم یه مسیر طولانیه. اولین چیزش اینه که نباید ناامید شی، یعنی واقعا مهمترین کاری که باید بکنی که هی باید به خود روحیه بدی که ناامید نشی و خیلی مهمه که طراحی رو درست یاد بگیری. یعنی واقعا باید طراحی رو یاد بگیری و بتونی چیزایی که میبینی رو اونجوری که میبینی بکشی، با خط بکشی. نه چون این مدل طراحی وجود داره، طراحی نقاشی کردنه، خطا رو خط نمیذاری، خطا رو نقاشی میکنی، نه ولی واقعا با خط بتونی نشون بدی. این مهارت، این درک ذهنی که بتونی اون چیزی که میبینی رو اونجوری که میبینی مغز و دستت فرمان بده و اجرا کنی رو لازم داری. اصلا باید مثل آهنگسازی که گیتار زدن یا پیانو زدن رو دیگه بلده، مشکلشون نیست، مشکلش ایده است. باید اون مرحله رو رد کنی که این مرحله معمولا الان احتمالاً با سیستم‌های آموزشی که وجود داره احتمالاً 5 سال 6 سال طول بکشه، ولی برای من مداومه. میگم من درس میدم که بتونم یه تمرینم بکنم، شاید تا آخر عمرم بخوام روش کار بکنم. فکر کنم این خیلی مهمه. و بعد به عنوان آرتیست مستقل شما خیلی به ایده نیاز دارید و برای ایده یه لایف استایل مناسب نیاز دارید، لایف استایل هنرمند که مواظبت کردن از خودتون مهمه. نمیدونم بگم تو ادامه بدم.
مثلا این که مثل رژیم غذایی که تو میگی من اینا رو نباید بخورم، از یه سنی اینا نباید بخورم حالا بد میشه، برای مغزتون هم به نظرم باید یه رژیم درست داشته باشین که هر چیزی واردش نشه و چه چیزایی واردش بشه. مخصوصا قدیم خب مثلا نبود، اصلا هیچ چیزی نبود، تو بتالت زیاد داشتی و خب نهایت یه کتاب برمی‌داشتی می‌خوندی، یه فیلم می‌دیدی یا یه آهنگ گوش می‌دادی تو تایم و خب خیلی مفیدتر بود. ولی الان اینقدر حجم سرگرمی و دیتای نیم مصرف زیاده که باید رژیم بگیری، یعنی نباید بذاری، واقعا باید جلوشو بگیری که مثلا من دیگه انقدر نرم تو گوشیم، انقدر این فیلمو نبینم، انقدر این کارو نکنم که بتونی مغزتو کنترل کنی که چیا واردش میشه، چون خیلی و به سکوت نیاز داره. به نظرم که هر کدومش هم یه سری دستورالعمل داره بستگی به آدمای مختلف. خیلی باید این که واقعا فیلتر کنی که بتونی دیتا با ارزش وارد مغزت بشه خیلی مهمه. آره خیلی مهمه. چرا باید در روز تمرین بکنن؟ اصلا از کجا بفهمن که مسیر درستی قرار دارن یا نه؟ چون یه وقتایی مثلا فکر می‌کنم ما این کارو اگه در روز چه می‌دونم 500 تا تمرین بکنم احتمال داره کشف بلام بشه. از کجا من شاید این اصلا اشتباه داری تمرین می‌کنی؟ من به نظرم در روز چقدر کار کردنه مثل باشگاه رفتن که مثلا تو روز اول مثلا نیم ساعت میدی، یه رو میدی، بعد از یه جایی معتاد میشی و بعد دیگه ممکنه هر روز بری، اصلا نمیتونی ورزش رو بکنی. این هم مثل هر چیز دیگه ای تو رو بدن آدمیزاد آداپته میشه، عادی میشه. این که تو بتونی تداوم داشته باشی مهمه. مثلا تو روزی نیم ساعت کار کن یا هفته 1 ساعت کار کن یا هفته 1 ربع کار کن، یعنی واقعا کم ولی ادامه داشته باشه و تو بدونی داری این کار انجام میدی و سعی کنی که براش پیشرفت قائل بشی، یعنی به مرور بیشتر شه. ولی خب خود من بوده شبایی از استرس این که هیچی نشم، مثلا نصف شب بیدار شم طراحی کنم که وای من الان بدبخت شدم، تحقیق بلد نباشم این مستقیم تو 19 سالگی 20 سالگی اینجوری به خودم فشار میارم. و خب هر آدم مثل ورزشکارا، مثلا لیونل مسی چقدر ورزش توپ ازش جدا نشده دیگه، هر چی بتونی بیشتر اینو تو خودت ایجاد کنی که اون وسایل طراحی یا ابزار کارت ازت جدا نشه و بهت وصل بشه، خب قطعا نتیجه بهتری میگیری، چون به مهارت نیاز داری، فقط فکر نیست. اما یه مشکلی که در آخر میخوره اینه که تو یه جایی مهارت رو کسب میکنی ولی نمیدونی باش چی کار کنی. من چیزی که تو آرتیستا زیاد میبینم و ویست میشه همینه، طرف فوق‌العاده طراحی خیلی خوبی داره ولی کانتنتی که باش، محتوایی که باش تولید میکنه یا چیزی که میسازه هیچ حسی تو ایجاد نمیکنه، فقط حس تحسینه که چقدر خوب اینو کشیدی، ولی قصه‌ای به تو نمیگه، حرفی به تو نمیزنه و اون بخشی که همزمان با این بد رشد اصلا چقدر طول میکشه تا یه کسی مثل تو بشه و آیا میانبر وجود داره؟ میانبر نه، من هنوز تو مسیر این که خودم بشم راه زیادی دارم. یعنی فکر میکنم من الان 38 سالمه، احتمالا مثلا 20 سال دیگه هم باید کار کنم تا بتونم چیزی که دوست دارم بشم و هیچ وقتم فکر نمی‌کنم متوقف شه. من یه سری از برنامه‌های تمرینی واسه 60 سالگی، مثلا یه سری کتاب گذاشتم اون موقع بخونم، یه سری کارا رو می‌دونم اون موقع میتونم بسازم و فکر نمی‌کنم هیچ وقت متوقف شه. شما با کارتون زاده میشی، با هنرتون زاده و تو آخر عمرت هم مثل همزاد باهات رشد کنه، هیچ وقت متوقف نمیشه. اصلا این که تو به این قصد کار کنی که مثلا 5 سال دیگه برسی بهش، مسخره است. تو از وقتی به دنیا اومدی دیگه باهاش به دنیا اومدی، فقط هی باید توش بهتر و بهترش. خیلی خوبه، خیلی ایده باحالی. این که اصلا تو باز دوره از کسی دیگه شنیدم که میگفت اصلا تعریف من با کاره. آره صادقی اینم. آره مسئول صادقی کارم هم آره. تعریف تو اینه. اینجوری باشه اصلا به دنیا میگی. خب کار ما خلق کردن هسته، چجوری آدم خلاق باشی؟ خیلی سوال خوبیه، من خیلی دوست دارم به این سوال جواب بدم. یه ذره وسط صحبتامون راجبش حرف زدیم. یکی اولیش اینه که خیلی پرکتیکال، همین واضح بخوام بگم، گوشی موبایل رو از زندگی خیلی کم کن. یعنی این که ما آرتیست به بتالتش خیلی نیاز داره. اوقات بتالت خیلی کار فرسایشی، خیلی آزاردهنده است اینکه تو هیچ کاری نداشته باشی، ولی یه هنرمند به این خیلی نیاز داره و ما با گوشی موبایل اینو میکشیم چون سرگرمی، همش مدام سرگرمی، ولی تو نیاز داری که بتالت داشته باشی که یه ایده‌ای به ذهنت برسه، بخوای یه کاری بکنی.
اما اگر همش مدام خودتو سرگرم کنی با چیزی که هیچ فایده‌ای نداره، یه چیز بی فایده است، نمیتونی اصلا به اون درجه برسی که حالا چی بسازم. من خیلی وقتا مثلا توی خونه تنها مثلا 1-2 ساعت کاری ندارم، دارم یه کتابی میخونم، یه کاری میکنم و بعد به ذهنم میرسه که پاشم اینو بنویسم یا مثلا این نقاشی رو بکشم. اگه اون بتالت نباشه اتفاق نمیفته. و یک چیز دیگه که خیلی من میبینم و اینو تو آرتیستای خوب میبینم، مثلا تو سینما ما عباس کیارستمی داریم که خیلی بزرگه توی هنر ما، اینه که خب خیلی توی جامعه است، توی مردمه، از مردم عادی خیلی اطلاعات می‌گیره، یعنی مردم خیلی مشاهده میکنه. اینم باز تو دنیای الان ما داره با اینترنت کسب میشه و اونم خیلی به نظرم خلاقیت رو میکشه. نه که نمیگم استفاده نکنیم، باید استفاده بکنیم، حداقل خیلی چیزها رو از توی اینترنت اصلا بفهمیم، ولی باید خیلی با مردم در ارتباط بشیم. به نظرم اینم خیلی خلاقیت میسازه. و نکته آخر این چیزی که الانم آوردم، کتاب بخونی. یعنی با خودت زیاد کتاب بخون، مطالعه کتاب. این کتاب من برتر شدنم نه، مثلا که چجوری آره مثلا چجوری بابای پولدار و اینا هم نه، حتی مثلا شاید اونا مهم باشه، نمیدونم. من اگه میخونم شاید پولدارتر بشه. خوندم راستشو بخوای خیلی هم نه که بعد بخاطر مثلا تو یه کتاب 100 صفحه‌ای میخونی از توش 2 کلمه حرف در میاد. خب 100 صفحه‌اش ضرب دیگه. آره من فکر میکنم کتاب داستان بخونی، کتابی که سرگرمت بکنه ولی یه آدم، یه آرتیست دیگه اینو نوشته و یه مغز هوشمندی پشتشه، تو داری با یه آدم متفکری هم معاشرت میشی، داری باش حرف میزنی و به نظرم خیلی کارکرد مفیدی رو مغز داره. به نظر شوخی قدیم میگفتن کتاب بهترین دوسته، واقعا بهترین دوست آدم میتونه تو حداقل تو بزرگسالی بهترین دوستش کتاب باشه، چون تو با یه آدمای خیلی فرهیخته‌ای داری هم صحبت میشی و اونا دارن برات حرف میزنن به صورت نوشته در بردن. و خب آره به نظرم اینا خیلی رو خلاقیت تاثیر میذارن. ولی فضای مجازی، استفاده افزار گستیخته ازش، آرت بلاکی که من چند وقت پیش بچه‌ها شنیدم اصطلاحشو نشنیدم، آرت بلاک رو به وجود میاره. من تو مغزت بسته میشه چون اصلا کار نکرده مغزت، فقط سرگرم شده دیگه. انگار روی چیزی، روی سوزنی گیر کرد. متاسفانه همینه. یعنی انترتینمنت اصلا کلا سرگرمی سرت رو گرم میکنه و تو فارغ میشی از اون مسائلی که خودت میخوای پیگیری بکنی و ببینی. صبرتو کم میکنه، تمرکزتو کم میکنه، موضوعات پراکنده بهت میده، حتی موضوعات مفیدش هم در کنارش کلی حاشیه داره و تو برای اینکه یه موضوع خوب رو پیدا بکنی باید از 100 تا حاشیه دیگه‌اش رد بشی. آیا ایمن هستی، آیا نیستی؟ و در نهایت باعث میشه که تو اصلا تحمل یک کتاب خوندن رو نداشته باشی، تحمل یک کپشن مثلا 2 پاراگراف خوندن رو نداشته باشی، سریع ببینی، سریع رد کنی، فقط یه لایک، اوج ریاکشن دی لایک باشه، اوج ریاکشن دی کامنت باشه. دست ریاکشن نیست، باید بری بشین کنار آدم باش صحبت بکنی، داستانش رو بکشی بیرون، از توش یه درسی در بیاری. مثلا خود این قضیه دوباره واسه این سیچیتا که راه انداختم، مثلا The Story of Creator Saying داستان خالقه. من اینجا نمی‌بادم بگم آقا مثلا تو این نرم افزار اون دکمه رو چجوری می‌زنی، نه اون داستان تو رو ببینم و شک ندارم از تو خود این داستان تا اینکه تا الان اینجوری شده کلی درس و نکته برای کسایی که بخوام پیدا کنن در میاد. این چیزی که میگی خیلی جالبه، میگی عجول شدیم. خود پروسه پادکست هم نه ها، مثلا اینکه کتاب صوتی رو من خیلی دوست ندارم، حالا خیلی ها استفاده میکنم واقعا از چی بهتر، ولی خود پروسه کتابخونه که تو یه جا میشونی یه چیزی رو باز میکنی بدون اینکه کاری بکنی، خودت یه جا میشونی و یه متنی رو دنبال میکنی، خیلی رو روان تاثیر مثبتی میذاره. مثلا تو این شلوغی به شدت چیز مثل گنج مثل باشگاه رفتن یا ورزش کردن چجوری حالت خوب میکنه، به نظرم اینم ورزش مغز و درست. خیلی که تو این هر دو مرز شلوغی و کیاس جامعه‌ای که الان وجود داره بتونی یه کنجی برای خودت با یه ریتم کندی یه چیزی رو دنبال کنی، نه اینطور. خیلی ارزشمنده. یه سوال دیگه هم بپرسم در رابطه با اینکه چقدر درآمد توی کار ما مهمه و اصلا توی هر دوره چقدر باید انتظار درآمد داشته باشیم؟ چرا میپرسم؟ چون کسایی که تازه میخوان به سارت بزنن بعضیاشون انتظار یه درآمدی رو دارن
که خب من میدونم کسایی که استارت زدن الان تو جایگاه شما اصلا حتی چندین سال بدون درآمد کار کردن. آیا الان هم میشه اینو گفت به بقیه؟ باید این انتظار داشته باشن یا نه؟ یا ببین درآمد به نظرم یه جور احترامه. یعنی تو مخصوصا حتی تو شروع کار اینکه تو بتونی بابت کاری که میکنی دستمزد بگیری، حتی ناچیز، یه ارتباط درستی شکل میده بین تو و کارفرما. به نظرم اگر تو هیچی نگیری خیلی اشتباه بزرگیه. اگر چیز کمی بگیری نه، اشکالی نداره. به نظرم تو شروع کار مسلما اصلا کسی هم میاد به یه آدم تازه کار فرصت میده. حتی خود من اگه شاید بخوام پروژه‌ای رو بسازم با یه آدم تازه کار میکنم برای اینی که هزینه کمتری بکنم. اگر میرفتم یه آدم حرفه‌ای میآوردم خب هزینه بیشتری بدم. یه هزینه‌هایی هم اون داره که اون باید یاد بگیره با اینا. به نظرم نه، دستمزد خود بچه‌هام باشون در ارتباطم بیشتر دوست دارن کار کنن، اما این شوق کار کردن و دیده شدن باعث میشه بدون دستمزد کار کنن. به نظرم این کار خیلی کار زشت و اشتباهیه. به هیچ وجه نباید این کارو بکنن. شده دستمزد ناچیزی بگیرن، ولی راجع به دستمزد حتما صحبت باید بکنن. یعنی یه نگوشیشنی باید بکنن که آقا من این قدر میگیرم، اون میگه نه من اینقدر نمیدم، میگه پس من اینقدر میگیرم و به یه توافقی برسن. حتما باید این اتفاق بیفته اول کار و این خیلی. اگه غیر این باشه مثلا بگم آقا توی کار من بیا با هم این کارو بکنیم و تو دیده میشی، رزومه میشه. آره هم رزومه میشه برات. به نظرم نه، اون احترامه شکل نمیگیره و این درست نیست. من حتی تو کار خودم کسی قبول میکرد توی کسی قبول میکرد بدون دستمزد کار کنه، قبول نمیکردم چون کار خراب میشد. یعنی اون آدم من دیگه کنترلی نداشتم روش چون دستمزدی نمیگرفت که بخوام اون کار مثلا کار حرفه‌ای جلو نمیرم، مثلا کار جلو نمیرم. حالا تو فضای دانشجویی ممکنه ما 5 تا دانشجو با هم جمع شیم بگیم میخوایم اینو بسازیم، کسی دستمزد نمیگیره. آره، یا 5 تا دوستیم میگیم آقا ما میخوایم اینو بسازیم، با هم استفاده شد. اونجا حرف درصد میشه، میگیم ما با هم آخرش درصدی ازش میگیریم، ولی اصلا بدون دستمزد. با دستمزد مثلا شده 50,000 تومان بگیر، ولی دستمزد تو بگیر و راجعش حرف بزن، چون روی پرسونالیتیت خیلی تاثیر میذاره. اصلا اون آدم یاد میگیره باید به تو احترام بذاره و دستمزد بیشتر از مبلغش اون احترامش که باید وجود داشته. خیلی بده. مرسی. بیا بریم که دوباره بریم یه سری از کارهای سهراب عزیز رو ببینیم، باز برمیگردیم با شما در خدمتتون هستیم. مرسی. میرسیم به بحثی که برای خود من جالبه بدونم ایده و نظر مهمونان در رابطه با این چیه. مهاجرت. نظری تو درباره مهاجرت چیه؟ من از اوناییم که میگن نباید مهاجرت کنیم. من خیلی نمیتونم بگم به شدت هیچ وقت مخالف چیزی نیستم، ولی اصلا موافق مهاجرت کردن نیستم و خیلی از دوستان منو بابتش مسخره میکنن. من میگم که من فقط وقتی آبو قطع کنن از ایران تا قبل از اون نمیدونم با برق که ما واقعا تشنه میشیم آب نیاز داری، ولی حالا بدون برق مثلا کشاورزی میکنم چه میدونم، حتی اونم دیگه الان نمیشه تشنه نمونم نگران این تشنگی. و آره منظورم اینه که ولی موافق نیستم از ببین مثلا اگر یک شغل کارمندی داشته باشی که برای شرکتی بخوای کار کنی شاید مهاجرت خوب باشه، چون میری اونجا دوباره یه سری آدم مسئول تو هم و تو داری کار میکنی.
ولی به عنوان یه هنرمند مستقل که دوست داری اثر هنری بسازی، وقتی از محیطی که توش رشد کردی خارج میشی به نظرم کشته میشی، دیگه ایده‌ای نداری، دیگه خلاقیتی نداری. من که میرم تو شهر مردمو میبینم به من ایده میده، با آدما در ارتباطم به من ایده میده و اگه این نباشه نمیتونم کاری که دوست دارم رو بسازم. و خب برم مثلا فرانسه، یه فرانسوی بهتر از من بلده راجع به مردم فرانسه بسازه. من میتونم راجع به مهاجرایی که اومدن فرانسه مثلا اذیت شدن بسازم که خب مخاطبش هم همون آدمان دیگه. و خب درسته که اونجا رفاه بیشتری خواهم داشت، امکانات بیشتری خواهم داشت، آزادی بیشتری خواهم داشت، ولی به عنوان یه هنرمند محکومی تو زادگاهت بمونی. حتی مثلا من اگر بوشهری بودم احتمالاً بیشتر بوشهر بودم مثلا، ولی من چون از بچگی اینجا بزرگ شدم دیگه اینجا محیط زندگی تو این فکر کنم اونم حتی تاثیر بیشتری بوده. نظر در تو با این نگاه چیه که کلا مرزی وجود نداشته باشه، مرزی تو ذهنمون نذاریم برای آدم‌ها، مرز کشورها، مثلا تو فرانسوی هم آدم دیگه برو برای اون بساز. میفهمم. ببین من مرز و اینم خیلی حرف جالبیه، مرز و من فرهنگ میدونم. مثلا ما به عنوان که کشور ایران نمیبینیمش، ما یه فرهنگی داریم تو این منطقه به اسم فرهنگ ایرانی و این هویت هممونه، ما با این بزرگ شدیم. حالا این فرهنگ هرچی دورتر شده تغییر کرده، ولی به هر حال من با این فرهنگ رشد کردم. مردم اروپا با فرهنگ اروپا رشد کردن، یعنی یه فرانسوی تو ایتالیا ممکنه موفق بشه، تو اسپانیا موفق بشه، با اینکه فرق داره، ولی فرهنگ ایرانی اون کشوریه که ما داریم توش زندگی میکنیم که شامل مثلا چه می‌دونم تاجیکستان و شاید آذربایجان و ارمنستان و عراق و اینا بشه، افغانستان. اون من با اون بزرگ شدم و آرتیست اون فرهنگم، نمیتونم اینو عوض کنم و باید تو این منطقه باشم، باید توی این فرهنگ باشم و هی ازش تغذیه کنم، انگار که من ماهی این دریا. اگه برم توی دریای دیگه ممکنه بتونم اونجا شنا کنم، کار خودم میکنم، ولی اینجا میتونم بهتر چیز تولید بکنم. یه نگاه بومی من در تو میبینم که خب خیلی ارزشمنده، ولی برای کار بین‌المللی چی؟ به نظرم حتی واسه کار بین‌المللی هم بومی بودن، مثلا ما تو سینمامون خب خیلی اینا زودم دیده میشن، مثلا همین آقای کیارستمی، آقای اصغر فرهادی، اینا اگه تو ایران فیلم ساختن که دیده شدن دیگه تو همین فرد، و وقتی اینجا این کارو میکنن، حتی نقاشای ما، عکاسای ما، موسیقیدانای ما وقتی اینجا میسازن دیده میشه. مثلا رامین جوادی گیم آف ترونز رو خارج از ایران، اما خب اونجا بزرگ شد، یعنی اون دیگه با فرهنگ، اون یه آرتیست ایران ملیتش ایرانیه ولی خب با اون فرهنگ بزرگ شد. ولی من فکر میکنم که خیلی به این نیاز داری و اینجوری هم حتی بین‌المللی دیده میشه. اما از لحاظ کاری مثلا اگه من فقط یه کاراکتر دیزاینر بودم، شاید میرفتم لندن کار میکردم توی استودیو یا یه تصویرسازی میشدم، ولی من دوستم کار خودم بسازم. وقتی دوستم کار خودم بسازم، از اینجا میکروفون تلفنم از اینجا تغذیه میکنم و خب برم اونجا خوراکم از بین میره. کاملا آره، شما بخشی از یک پروسه تولید نیستی، شما تولید. آفرین، خیلی تعریف درستیه. من اگه بخشی از پروسه تولید بودم، اونجا میرفتم پول بیشتری در میآوردم، زندگی بهتری داشتم قطعا. حالا اون باز مشکل دیگه‌اش تنهاییشه دیگه. مثلا من اینجا دوست دارم تو خیابون با آدمای همزبونم حرف بزنم، خیلی آدم بهتر می‌کنه. سریع میتونم اینجا دوست پیدا کنم، توی یک کافه، کتابخونه، یه جایی برم یه آدمی ببینم باهاش حرف بزنم. ولی خارج از احتمالاً اینم اذیتم می‌کنه. اصولاً خیلی موافقش. خیلی نگاه بود، خیلی دوست داشتم، خیلی با ارزش این صحبتایی که یه چیزم بگم، چون احتمالاً راجع به این حرف می‌زنن که تو پسری اینجا واسه پسرا. من متوجه سختی‌های زندگی تو اینجا چه برای پسرا چه برای زنا هستم. به نظرم خیلی سخته و متوجه این هستم. من با اون قسمتش کاری ندارم. به نظرم خب بهتر بود نبود، ولی به هر حال این جاییه که من توش بزرگ شدم و اونا رو تحمل میکنم و زندگی میکنم، نه اینکه اون رو منم فشار نمیده. ولی برم اونجا چیز دیگه‌ای به من فشار میاره. اگه توی کشور دیگه باشم یه چیز دیگه فشار، من این فشار رو تحمل میکنم ولی باهاش اون چیزی که دوست دارم. متوجه مثل دلایل دیگه میذاره تو این کفه و یه سری دلایل میذاره تو این کدوم یکی و فعلا برای شما موندنه. فعلا که نه، فکر می‌کنم مثلا آب قطع نکنم. دوستان آب قطع نکنید، یه هنرمند خوب هست.
خب من فقط درخواست آب وزن. خب یه مقدار میخوایم حالا وارد مسائل سبک زندگی بشیم. سبک زندگی که میگم بازم خیلی شخصی نیستش، بیشتر در با کاره. الان چقدر در روز کار میکنید؟ 7 ساعت 8 ساعت شاید. من یه استودیو دارم تنها، صبح میرم ورزش میکنم، بعد میرم اونجا شروع میکنم کار کردن به کار خودم و مثلا یه 7 8 ساعت میمونم. بعدش هم که احتمالاً شاگردا بیان کلاسا شروع میشه درس بدم. زیاد کار میکنم چون اگه کار نکنم مثلا سر میره. مثل همه که الان نوت شده میگیم ADHD داریم، به نظرم همه آرتیست‌ها اون حد ADHD معمول رو دارن، بیش فعالی رو دارن، اگه آرتیست نمیشن. منم مثلا سر میره هیچ کاری نکنم، دیوونه میشم و باید یه کاری بکنم و الانم که سنم بیشتر رفتم بیشتر شد. تفریحت چیه الان؟ چی حالت خوب می‌کنی؟ کتاب خوندن. خیلی مسخره و کلیشه شاید باشه ولی واقعا هیچ سرگرمی بالاتر از داستان خوندن، اونم داستان ایرانی پیدا نکردم. مثلا یه چیز عجیبیه. و نقاشی رنگ روغن هم خیلی مدیتیشن جذابی، خیلی جذاب. اصلا انگار وارد سفر خیالی میشی، پروسه رنگ ساختن، رنگ روی بوم دیدن خیلی جذابه. این دوتا بهترین تفریحم. بسیار. فیلم و بازی و اینا چی؟ بازی خیلی میکردم ولی الان اینکه تموم نمیشن اونا قصه هاشون، مثلا گاد آف وار رو خیلی دوست داشتم چون قصهش به شدت درگیرم کرد. آلن ویک رو خیلی دوست داشتم، خیلی داستانش جذاب بود. وقتی قصهش قشنگه یا لحظه‌واس و مثلا داستانا جذاب. خود گیم پلی الان دیگه یعنی یه بازی که مثلا فکر کنم World of Warcraft و اینا باشه، اون بازی‌ها قدیم بازی می‌کردم که بعد یک کاراکتری رو بسازی و یارش کنی. ولی بازی محبوبم Oblivion بود این موقع‌ها، خیلی اون دوست داشتم. ویچر رو خیلی دوست دارم و تاپ بازیام ویچر خیلی دوست داشتم. بهترین انیمیشنی که دیدم مای نیبر یاماداست، مال ایساو تاکاهاتا که فوت کرده، مال اونه و خیلی به نظرم والاترین حد هنر انیمیشن، چون تو مینیمال ترین حالتش یه قصه خیلی جدی رو گفته، مثل هایکو میمونه. هایکو ژاپنی و خیلی قشنگه. تریدی چی؟ تریدی بهترین انیمیشنی که دیدم. اخیراً انیمیشن های خوبی دیدم. مثلا من با اینساید آوت تو 2 اونجایی که استرسی تو خیلی گریه کردم. مثلا منم منتهب شدم که این ضربان قلبش رو میزد تو زمین کی. اینساید آوت 2 رو دوست داشتم، سولو خیلی دوست داشتم. وایلد ربات رو دیدی؟ نه هنوز ندیدم ولی خیلی تعریف شنیدم. منتظرم یه روز خوبی پیش بیاد بشینم ببینم. ارزشش می‌کنه. چه عالی حتما. خب اهل ساز زدن مثلی یا اصلا این موسیقی شدی؟ خیلی بزرگترین فقدان زندگی موسیقی گوش میدم ولی که نمیتونم ساز بزنم، خیلی اذیتم میکنه. اخیراً خیلی خوندن تمرین میکنم ولی موسیقی اون بخشی از هنره که من نمیتونم، انگار ناتوانم توش ورود کنم. الان به نظرم نمیدونم، نه میفهمم، به نظرم یه بخشی از هوش و نیاز داره که من اون بخش هوشم خیلی فعال نیست، نمیتونم تو موسیقی، ولی خیلی دست و پا زدم واسش و خیلی هم دوستش دارم و فقط خیلی استفاده میکنم هوش. من گیتار الکتریک دارم، همین میزدم. آره خوشحاله زوسپینه و اینا همه رو کامل رو تبلت راحت میزدم، ولی الان دیگه به یه مدت گذاشتم کنار، گیتارم فروختم و دوباره گیتار گرفتم. بچه‌ها زحمت کشیدن گریه دادن، اصلا نمیتونم حفظ بکنم. یعنی اصلا احساس میکنم پیر شدم نسبت به حفظ. نه خب ولی سازو زدی. آره. خب من هنوز به اون پروسه ساز زدن نرسیدم. اصلا من اونو رد کنی میشه. ولی فکر میکنم کاری تمرینم میخواد و من همه انرژی مستقیم خیلی هم خوندن، ولی خب باز اونو امتحان میکنم. آره اون راحته. تو ما اینجوری فکر می‌کنیم رو خود قاعده. آره باز حداقل کسی کاری نداره، واسه خود تنها پشت موتور آواز بخونه. یه حاشیه برای ما ایجاد کنم یکم ترند بشه. حاشیه یه فیلمی از پارتی‌های شما چیزی. من الان خیلی آدم از یکی بعد بگو. از یکی بعد گفتم که از شرکت‌های تبلیغاتی گفتم کارت چیز آدمای چی بودن؟
حرفه‌ای نما اسمشون هم میتونی بگی؟ من خیلی آدم بورینگی شدم الان فکر کنم تحصیلات من که اینجوری اصلا اصلا مرسی بودم کار حاشیه‌ای انجام نمیدم قدیم شاید میکردم و برگردم آرشیوهای قدیمی اونم سعیم میکنم که توی گنجی الان دیگه حاشیه‌ای ندارم خیلی خوب بسیار عالی. نظر در تو از دیجیتال شه؟ خیلی دوست دارم. اول از همه خیلی خوشحالم که تو این کارو می‌کنی چون تو رو خیلی قبول دارم. به نظرم هم آدم باسوادی هستی هم بچه‌های انیمیشن فضای انیمیشن خیلی خوب می‌شناسی و اجرای اول تو با محمد عارف دیدم خیلی برام جالب بود، خلاقانه بود. امیدوارم همینجوری هم خلاق بمونی و همینطوری هم چون واقعا آدم خلاقی هستی. کارات هم که دیدم و دوست دارم همینطوری هم خیلی هم خوشحال شدم که با تو اتفاقا افتخار از ما بود که در خدمت شما بودیم. اگه بخوای 3 نفر رو پیشنهاد بدی که بیاریم اینجا و داستان زندگیشون زندگی که کاری بیشتر تقریبا فرق نمی‌کنه زندگی و کار دیگه بالاخره اون کارم سیستم تا به اینجا رسیده. تو بچه‌ای که خودت میشناسی میلاد قیاسی خیلی چهره رو بعد بدن میلاد ببین به چند بار تا میلاد خیلی آدم جالبیه به نظرم چون اونم بخش شخصی کارش در حین حرفه‌ای کار کردنش خیلی جالبه. من خودم خیلی خلاقیه به نظر. و یه بچه‌های کارگردان انیمیشنن و کارهای 2D میکنن. من نمیدونم مثلا خانم پرستو کارگر مثلا انیمیشن ساز کوتاه خیلی آرتیست مستقل و جالبی به نظرم و آریاس هم خیلی جالب میتونه باشه. بیا حالا از بچه‌های دیگه آریاس به فکر بچه‌های انیمیت یا تخصصهای دیگه هم هستن میتونن جالب باشن. حالا چیزی به ذهنم نمیرسه. این دوستانی که اسمتون رو شنیدی فکر کنم فرهاد نجومی هم جالب باشه. فرهاد باش صحبت کردم و اتمام بودم. آره اونم خیلی جالب باشه. خیلی از اون آرتیستایی که از اونایی که هم کار حرفه‌ای میکنن کار شخصی میکنن و اینا به نظرم خیلی جالب. خب یه قول به ما بده که اگه برای مخاطبین این سوالی پیش اومد یک کوئسشن باکس رو در نظر بگیریم تو دیجیتال و اون سوالاشو بپرسم تا شما جواب. حتما اگه شخصی نباشه نه شخصی یا من خودم فیلتر میکنم خودم جواب میدم شخصی. خیلی خوب بسیار خیلی ممنونم ازت. متشکرم که وقت گذاشتی. به نظرم خیلی مصاحبه عالی و بی‌نظیر بود و ممنونم از شما دوستان که شما هم وقت گذاشتید و دیدید. لطفاً اگر سابسکرایب نکردید یه بار دیگه سابسکرایب بکنید، لایک بذارید. لایک من چرا میگم لایک رو بذارید. لایکو چیکار کنم؟ میذارم. لایکو میذارم. لایکو بگم که هرچی نه فشار لایکو فشار بدید. و کامنت و لایک و سابسکرایب شما اصلا مهمتر برای ما خیلی با ارزشه و به روحیه و انرژی میده تا قوی‌تر ادامه بدم. شبکه‌های اجتماعی ما هم که خب قطعاً دنبال می‌کنید و متشکرم از کافه رئیس عزیز که این فضا رو در اختیار ما قرار دادن که بتونید راحت و آروم مصاحبه خودمون رو داشته باشید و به زودی برنامه و ایونت‌های تلویزیونی هم اینجا برگزار خواهیم کرد. ممنونم از شما خیلی لطف کردید و متشکرم. موفق و پیروز باشید. خداحافظ.